خیلی خوب. سلام عرض وقت بخیر خدمت شما مخاطبین محترم وارش اسپورت. یک بار دیگه در ورزشگاه آزادی هستیم با پخش بازی داماش گیلان و دریای بابل. بازیکن الان کم کم در حال ورود به زمین هستم. من سعی میکنم که تصویر رو بهتون نشون بدم که مشاهده بفرمایید. بازی هست که در قالب هفته پنجم. حالا مثل این که در حال پخش هست. قبل از بازی هوادارا اومدم. به هر حال شرایط اینترنت زیاد جالب نیست. سید علی هاشمی هم اینجا هست. من میکروفون رو در اختیارش قرار میدم که بتونه حالا با ترکیب و نکات و حواشی بازی در خدمت شما باشیم و من هم پشت دوربین قرار میگیرم تا بتونم که بهترین تصاویر رو براتون بگیریم. خب علیرضا جان سلام خدمت همه مخاطبین عزیز وارش اسپورت، دوستان تیم داماش گیلان. امروز 9 مهر ماه 1300 هنوز ما 1402 هستش و جایی که تیم داماش گیلان به مسافه دریای بابل نماینده شهر بابل میره. اسم کاملشون دریای بابل و کاسپیان، اما مثل این که دوست ندارن همچین اسمی براشون باشه. به هر حال ما هم احترام میذاریم به این موضوع و دریای بابل خطاب میکنیم تیم حریف و داماشی های یک دست آبی پوش. و نکته جالب علیرضا پیراهن های ماست که هست محسن دوستان و سامان صحاب منش او رو در امر قضاوت یاری میکنن. داور چهارم های حجت قپان نوری، اسمای عجیب و آره امیدواریم مثل آقای حیدری در هفته گذشته. آره ما هم امروز میتونیم سویچ کنیم هوادارا رو داشته باشیم. از نکات سورپرایزی ما تو لایو اینه که از ابتدای بازی ما تایمر داریم. درست علیرضا جان؟ تایمر رو نتیجه رو اضافه میکنیم به کادر تصویر اون بازی رو هم که میتونید همزمان به طور زنده و مستقیم هم از یوتیوب و هم از وارش صفحه اینستاگرامی وارش اسپورت تماشا بفرمایید. عکس تیم دریای بابل گرفته شد. حالا عکاسای خبری ما پوریا بالازاده هم داره میان اینور که عکس تیمی داماش رو بگیرن. داماشی که امروز محمد رستمی رو به دلیل اتفاقات عجیب و غریب بازی قبل در اختیار نداره به هر ترتیب و محمد خرم الحسینی از ابتدا یه جورای جایگزین محمد رستمی شده. خب تصاویرم که سعی میکنیم با بهترین نحو ممکن به دستتون برسونیم. تیفوسی هم رو سکو هستن. هنوزم هوادار کم و بیش میاد به ورزشگاه با توجه به اینکه در روزهای ابتدایی هفته هستیم. نتایج هفته گذشته داماش هم یک مقدار ناامید کننده بود. همین ترتیب هم انتظار کمتری از استقبال وجود داره. علیرضا جان این نکته را فقط من خدمت هواداران عزیز و بینندگان عزیز عرض کنم که ما به دلیل اینکه در هفته پیش لرزش‌های زیادی داشتیم به دلیل زوم کردن، این هفته سعی می‌کنیم زوم زیادی نکنیم. در نتیجه لرزش فقط در حالت افقی وجود خواهد داشت. در نتیجه اگر فکر می‌کنید تصویر براتون دور هست میتونید تشریف بیارید و بازی رو از یوتیوب تماشا کنید. به هر حال یوتیوب مزایای بسیاری هم داره که قبلا در موردش صحبت کردیم. بازم عرض می‌کنم اگر توی اینستاگرام فکر می‌کنید که تصویر دوره تشریف بیارید و توی یوتیوب وارش اسپورت و بازی رو از اونجا تماشا کنید. خب ممنونم علیرضا جان. دیگه خودتون هم میدونید اگر به یوتیوب متصل بشید قابلیت انتقال روی صفحه تلویزیون رو هم دارید. میتونید بازی رو هم تو نمای بهتر ببینید. با توجه که ما سعی کردیم با دوربین حرفه‌ای بازی رو بگیم، کیفیت تصویرم خداییش آوردیم بالا. کامنتار هم بستیم از همین لحظه. با کمال احترام خدمت همه هواداران. بازی هم رأس ساعت 17:15 باید شروع بشه یا یک دقیقه جلوتر. الان 17:13 دقیقه است. داور هماهنگ میکنه با داور چهارم های قپان نوری. هر ترتیب آره آیه ناصر جنگی عرض کردم داور این بازی هستش. بریم سراغ ترکیب تیم داماشی که امروز محمد رستمی رو هم نداره. اشکان توانا هم البته فیکس نبود بعد از هفته اول و بعد از هفته دوم. 2 هفته مسعود پور محمد فیکس بوده، هفته سوم و چهارم. 2 هفته هم که اول و دوم باشه طبیعتا اشکان توانا در اون ترکیب بوده. امروز سومین هفته هستش که مسعود پور محمد صاحب 1 کلین شیت تنها برای داماش در اون دروازه هست. در اون دروازه عرض کردم مسعود پور محمد. اینم سوتای ناصر جنگی رسه ساعت 17:14 دقیقه هفته پنجم لیگ دسته 1 موسوم به لیگ آزادگان بازی در ورزشگاه آزادی آغاز میشه. داماشی که امروز محکوم به پیروزی هست با تمام اتفاقات عجیب و غریب مالکیتی و مشکلاتی که تو این چند روزه و حواشی که داشته. به هر حال امروز باید مقابل تیم دریای بابل بره برای پیروزی.
داماش تک امتیازی که در رتبه ما قبل آخر جا خوش کرده یه جورایی و باید ببینیم امروز از ابتدا چطور بازی خواهد. تغییری که تو ترکیب می‌بینیم نسبت بازی قبل داخل خونه اینه که حسین خیری اومده به قلب خط دفاع، سعید دلاور مایل به راست بازی میکنه تو ترکیب سه دفاعی سیامک فرانی. حالا رضا زاهدتبار بازم تو همون دقایق ابتدایی او رو میکشن و خطا رخ میده. مصطفی آقاجانی، مشتاق بیژن، سعید دلاور، آذر جعفرزاده، سعید طالبی، محسن المساتی، سید محمد خرم‌الحسینی، رضا پورمهدی، حسین خیری و رضا زاهدتبار 11 مرد امروز سیامک فرانی هستن که از پشت محوطه جریمه در سمت راست زمین برای داماشی‌ها یه جورایی چسبیده است به محوطه جریمه. از حدود فاصله 22 متر صاحب یک ضربه خطا شدن داماشی‌ها در سمت مقابل در تیم دریای بابل. علی محسن زاده، صالح غلامی، امید منصوری، سینا خادمپور، میلاد ابطحی هنوز هم ضربه خطا زده نشده. امیرحسین باقرپور، محمد حسین باباگلی که کاپیتانشونه، معین قربانی، محمد صابریپور، ابوالفضل آذرنوشان و مسعود اسدی بازی رو آغاز میکنن. حالا مصطفی آقاجانی مستقیم میفرسته و بعد از اصابت به کاپیتان باباگلی به کرنر رفت. داماشی‌ها اولین کرنر خودشون از سمت چپ دروازه حریف میزنن. سرمربی این تیم آره اون یه تیکر ما نداریم متاسفانه، محسن گرایلی شیخ سرمربی این تیم این 11 مرد رو به زمین فرستاده. اسکوربوردام نورافکنامون هم روشن شده. علی از همین شروع بازی پشت توپ هم راست پای فکر کنم نمیبینم شماره مشکی همین مشکل‌ها اینجوری میشه شماره هم دید فکر کنم برد هم روشن نکردیم روشن کردیم. آره آرمین انبساطیه که پشت توپ از کوتاه نه بلند داخل محوطه جریمه بین بازیکنان داماش. سعید طالبی میرفت که ضربه دوم بیاره رو توپ نتونست، توپ حفظ شده. کاپیتان طالبی در نبود رستمی بازوبند کاپیتان رو به بازو بسته. انبساطی ارسال بد او هر طوری است میاد به محوطه جریمه. سعید دلاور تاثیر میذاره، مطمئنا دروازه خارج خواهد شد. علی محسن زاده و توپو در اختیار میگیره. هفته گذشته داماش در بازی کاملا جنجالی که هفته قبل بیشتر طول نکشید مقابل خیبر یه جورای شکست خورد و بازی که کاملا یه حق‌خوری آشکار، یه ناداوری آشکارتر، صحنه‌ای که کاملا میتونست روی رضا زاهدتبار پنالتی باشه، یه جورایی حتی میتونست گلر هم اخراج کنه، اما بر ترتیب سپر حیدری همچین تصمیمی نگرفت. بلافاصله هم کمیته انضباطی لپتاپ به دست و اینم دوازانش اومد از محوطه بیرون. بر ترتیب داورم اعتقادی به خطا نداره. ضربه سر اول رو صابری پور میزنه، صاحب توپ هست یار شماره 9 داخل محوطه جریمه. ضربه ابوالفضل آذرنوشان، دومین کرنر بازی، سهم هر تیم یک کرنر. آرام آرام میره بازیکن تیم. جالب میشه پیرن اونام علی شماره هاشون مشکی چه گیری داره. یه دور یادم زوبان آره رو پیرن سفید میمد شماره طلایی میزد. بدبخت عادل فردوسی پور کلی هرس میخورد سر این موضوع. یه ارسال داخل محوطه خوب عمل نکردن هر طوری از مدافعین داماش. رسید به مسعود پور محمد، کسی هم بالا نداشت رو دستش بتونه بازی رو سریع شروع کنه. حالا داماش سیامک فرانی باز شده تو زمین. سه دفاع میبینید، حسین خیری در قلب، دلاور راست، مشتاق بیژن چپ، بازیکن با تجربه تیم داماش گیلان. بیژن دوباره با حسین خیری کار میکنه. حسین خیری که هفته دوم مقابل فجر اخراج شد، در هفته سوم در رشت مقابل استقلال ملاثانی یا آبی پوشان جنوب ما اون رو نداشتیم. کار خطرناک داماشی ها. سعید دلاور میکشه زیر توپ. امید پورغنبری هم نداریم ما. خطا روی بازیکن داماش اتفاق میفته. رضا پورمهدی است که روی زمین افتاده. امروز او ترجیح داده شده به امید پورغنبری. بازی همزمان هم داریم. خوش طلایی ثابت در آستارا، یه جورایی که اینم بیانیه تیفوسی ها. ما سعی می‌کنیم امیدوارم صدام بیاد. بند اول این بیانیه مربی‌ها و بازیکنان تیم مورد خطاب قرار میگیرن. من سعی می‌کنم روایت کنم علیرضا، حداقل اینطوری بتونیم صدا رو داشته باشن هواداران. با تاکید این تیم اسمش داماشه. بیانیه هواداران تیم داماش که از همین ابتدا خواستم بیانیه رو بخونم، فکر کنم بد میرم برای تشویق. باز هم مربی‌ها و بازیکن‌ها مورد خطاب قرار میگیرن. این تیم اسمش داماشه. توپم رفت بیرون.
پرتاب اوت به سوی داماشی‌ها. مصطفی آقاجانی یه جوری صدای هواداران هم در اومده با توجه به نتایج بد دامشق. این پیراهن حرمت داره، چیزی هستش که داره بیانیه هواداران دامشق خونده میشه تو ورزشگاه. یالا بجنگ، غیرت بذار. یالا بجنگ، غیرت بذار. یا بیانیه هم تموم شده. حالا بخش دوم تصویر امروز رو ترجیح میدن، تصویر هفته قبل بود. آره اگه هم میتونید به فکر کنم تو بخش کوئسشن لایو اینستاگرامی ما میتونید بگید، کامنت بذارن، مسیج بذارن، تو لایو یوتیوب بگن، هر جور که راحته. خب تو یوتیوب میتونیم کامنت ها رو بخونیم، زحمت بکشید اونجا کامنت بذارید. ما سعی کردیم امروز با 2 تا دوربین همزمان هواداران هم داشته باشیم. کامنت رو الان نمیخونه ولی میخونه. آره بچه‌ها سعی میکنن. فدراسیون مافیا فکر کنم این بخش دومی ازش. دشمن داماشی‌ها. بخش دومی از شعارهای هماهنگ شده داماشی‌ها. فدراسیون مافیا، دشمن ما رشتی‌ها. چیزی هستش که امروز تیفوسی‌های شهر رشت یک صدا فریادش میزنن. یه حق‌خوری آشکار در هفته گذشته سر داماشو کامل بریدن تو اون بازی که ما راحت میتونستیم تو هفته اول جلو بیفتیم. تعادل رضا تبارم به هم خورد. من سعی میکنم علیرضا این چند لحظه رو بیشتر اختصاص بدم به خوندن بیانیه تا هواداران و مخاطبین ما در جریان اتفاقات ورزشگاه باشن. این هم شعارهای هواداران تیم داماش که یک صدا علیه رئیس فوتبال استان گیلان شعار میدن. آره کلا هم تمام ورزشگاه بغل جایگاه تخم خوره هم داره با شعار حیا کن رها کن نسبت رئیس فوتبال استان گیلان شعارهای میدن. آقای الماسخاله در رأس ناراحتی ها و خشم هواداران داماش بازی هم کاملا باز هم شعارهای هواداران داماش علیه ریاست فوتبال استان گیلان. همچنان حیا کن رها کن نسبت به آقای الماسخاله رئیس فوتبال استان گیلان. سعید دلاور میانه زنگ این هم شعارهای هواداران داماش علیه مالکیت باشگاه داماش گیلان، شخص های ناصر زحمتکش با شعار مالک چی؟ فکر کنم حالا الان یه جورایی باید آقای زحمتکش رو مورد خطاب قرار بدن دیگه، با توجه به اینکه هنوز انتقال مالکیت انجام نشده بر ترتیب حالا دیگه ما سعی می‌کنیم روایت کنیم به هر حال در قالب تارنمای هواداران داماش و به عنوان گروهی که برای هوادارهای داماش و تیم داماش کار میکنه وظیفه ما پوشش دادن
صدا و کلام هوادار هست. یه ارسال داخل محوطه که بدون مزاحمت علی محسن زاده توپ رو در اختیار میگیره. رفتیم سراغ تشویق عزیزان هوادار. یک صدا داماش حمله از همین لحظه ما هم دیگه میریم تو قالب گزارش، انشالله که بازی رو ببریم دیگه. امروز واقعا برد میخوایم، یعنی امروز داماش تمره واقعا بدترین اتفاق میتونه باشه برای تیم داماش. امیدواریم که ترکیب داماش امروز بره برای پیروزی. رضا زاهدتبار انصافا میگیره، جزء بازیکنان است که آزار میده خط دفاعی رو. محمد خرم‌الحسینی هم در اون ترکیب هست. شماره ها اصلا دید نداره برای ما. آره باید پاشونو ببینیم. محمد خرم‌الحسینی با سعید دلاور. خرم‌الحسینی بازیکن سابق تراکتور، بازیکن سابق تیم مسجد سلیمان، لیگ برتری هم بوده. خرم‌الحسینی در آخرین روزها اومد یه فایر داخل محوطه جریمه تعادل. رضا زاهدتبار باز هم به هم خورد. این بار داور اعتقادی به خطا نداره. داماشی‌ها پرس میاد بالا، زیر توپ زدن، بلا فاصله توپ برگشت و پرتاب اوت برای تیم داماش از مشتاق بیژن. دوازده دقیقه زمان بازی سپری شده. نتیجه 0-0 مساوی از زاهدتبار. در سمت راست میچرخه و رو به عقب کار میکنه، قطعاً پاشو زد. سینا خادمپور. آره ما تایمر رو اطلاعیه بالا بازی رو یه بالا نویسمون رو اصلاحیه زدیم. از این لحظه میتونید راحت‌تر بازی رو ببینید. من یک بار دیگه عرض کنم خدمتتون، اگر میخواید بازی رو با کیفیت بهتری داشته باشید، یا ما امروز زوممون هم کم کردیم که لرزش دوربین بهتر بشه، میتونید برید یوتیوب بازی رو ببینید. اونجا دیگه دست خودتون یه جورایی. ارسال داخل محوطه جریمه، یه ضربه سر بین شلوغی، توپ رفت به تیر دو. تاثیر دوم از ابوالفضل آذرنوشا میانه زمین. یه خطا از خرم‌الحسینی روی محمد صابری پور اعلام میشه. داماش هنوز موقعیت سفت و سختی رو دروازه دریای بابل نداره. دریای بابلی که در 5 هفته گذشته 3 شکست رو در 4 هفته گذشته 3 بار باخته. سایپا مثل سونگوم و نفت مسجد سلیمان تیم هایی بودن که دریای بابل رو شکست دادن. یه مساوی جلوی تیم نفت و گاز گشتاران به دست آورده. جدول مسابقات هم من خدمتتون عرض کنم، مثل سونگون با 13 امتیاز فعلا جدول آنلاینه. صدر جدول سایپا با 13 امتیاز دوم، کاملا وضعیتشون مشابه است. 4 پیروزی، 1 تساوی و هر دو 7 گل زده و 1 گل خورده. خیلی مساویان مثل سایپا. آزاد توپ از دست میده یا نه؟ چه حرکت خوبی اومد، یه ضربه از راه دور. اوه من فکر کنم خیلی خوبه، اما ضربه بین راه بلوکه میشه و رسید به علی محسن زاده. چادر ملو با 10 امتیاز رتبه سوم رو در اختیار داره. پارس جنوبی جمع از 4 بازی خودش 9 امتیازه است در رتبه 4م. شهر راز بازی هم در اختیار تیم داماش قرار میگیره. خرم‌الحسینی، سعید دلاور نگه میداره، با حسین خیری کار میکنه. خیری، مشتبه بیژن در سمت چپ صاحب توپ هست. مشتبه بیژن دوباره با حسین خیری کار میکنه. حسین خیری که آرام آرام جلو میاد. سعید دلاور، حرکت او به سمت زمین حریف. آزاد جعفرزاده با پشت پا. یه لحظه تعادل رضا زاهدتبار به هم خورد و تایمر هم هست کردیم. نتیجه هستش. به هر حال تایمر رو هست که من تایمر میگم خدمت هواداران عزیزمون. انبساطی در سمت چپ، چه نفوذی کرده مصطفی آقاجانی، به توپ میرسه یا نه؟ دروازه از دروازه بیرون اومده، مسلط خارج شد محسن زاده و توپو در اختیار یاران خودی قرار میده. 7 میلاد ابتعی میان جلو، آرام آرام بازیکن تیم دریای بابل. یه پاس کمجون از آذرنوشان سمت چپ. صابری پور دوباره آذرنوشان رو دید، رو به عقب با کاپیتان بابا گلی. آخرین نقطه تو میاد عقب. پرس داماشه سنگین هستش، تو میاد به جایی که خادمپور
صاحب توپ است، کوتاه کار میکنه با همتای خودش در قلب خط دفاع، یعنی امید منصوری. ضربه جلوی او محمد صابری از تو آفساید اومد بیرون، ضربه سر رو زد و کمک ناصر جنگی پرچم میزنه. سعید طالبی در سمت چپ، مصطفی آجانی یه مقدار دیر اومد بالا، حالا از همون فاصله ارسال. ما یار سرزنم نداریم، یه چپ و راست داریم ساند میکنیم. خرم الحسینی این بار بهتر نه، دور شد پشت محوطه جریمه. انبساطی ضربه او بین راه بلوکه میشه و برمیگرده. خیری، خرم الحسینی، آزاد در سمت راست بین دو بازیکن گیر افتاده. آزاد جعفرزاده هر طوری است رسون به رضا زاهد تبار دور پاش نمیشینه و ضربه شروع مجدد یا کورنر گرفته مسی که کمک این بازی. بله سعید دلاور، حسین خیری، مشتاق بیژن میرن به داخل محوطه. بازی آخر مقابل آبی پوشان جنوب ما اینجا فکر کنم بالای 10 تا کورنر زدیم و یه دونه هد نتونستیم داخل باکس بزنیم. امیدوارم امروز این اتفاق نیفته. آقاجانی میاد با پای چپ کورنر رو ارسال کنه. باش انگار یه ذره با برنامه تر شد روی کورنرها. انبساطی نزدیک شده به مصطفی آقاجانی، اون تیکرم نداریم ما. سعی میکنم من بگم بهتون کورنر کوتاه هست یا نه. انبساطی و مصطفی آقاجانی دو تا بازیکن رفتن یارگیری های من تو من داخل محوطه جریمه. داماش بزنه گل اولو، یعنی تو همین 17 دقیقه خیال ما راحت میشه. کوتاه ارسال داخل محوطه، باز هم برمیگرده. خرم الحسینی به دنبال توپ هست، سریع رسول به مشتاق بیژن با پای چپ خوب نمیفرسته. ضربه سر اول رو آذرنوشان میزنه. ضربه سر اول رو خادمپور زد، آذرنوشان بعدش تو گرفت. حالا باقرپور، امیرحسین باقرپور رو به عقب، باز هم با سینا خادمپور سمت راست. خطا نصف نیمه سعید طالبی و سوت داور، خطا روی که روی معین قربانی انجام شد. بازی رو سری آغاز میکنن مردان یونس گرایلی شیخ، سرمربی تیم دریای بابل. داماش اگر امروز مساوی کنه حداقل تا رتبه 14 میتونه بالا بیاد و خلیج فارس ماهشهر و شهرداری آستارایی که الان فعلا 2-1 عقبه تو رتبه‌های 18 و 17 میمونن. انبساطی رو به عقب با دلاور، سعید دلاور، حسین خیری برد به سمت چپ جایی که مشتاق بیژن هست. بیژن، حسین خیری، پاسای عرضی بین مدافعین داماش. دلاور یه جورایی میشه گفت بازی کردنش مدیون مسئولیت سیامک علیزاده هست. ما پژمان نجات، سیامک علیزاده و سجاد قلیبیگی رو همینطور عباس کندل رو نداریم به دلیل مسئولیت. حالا یه فرار از سمت راست، آزاد رضا زاهد تبار میچرخه، حالا پشت محوطه جریمه. انبساطی از راه دور، ضربه او باز هم به کورنر میره، این بار از سمت چپ روی پاس رضا پورمهدی بود که روی توپ به دست بازیکن اصابت کرده و خطای هند اعلام میشه توسط آقای ناصر جنگی. دیگه هم اونچنان هوادار به ورزشگاه نمیاد. ما رفتیم رو تصویر اومدیم این سمت هوادار، دوربین ما سویچ شد این سمت. آره جای دوربین عوض کردیم. جالب اینجاست که علیرضا من از این فاصله یه تیکه قشنگ سوراخ تور دروازه‌بان رو میبینم. یعنی خیلی نکته جالب، توپ جمع کن اونجایی که الان پشت دروازه است دقیقاً همونجا حائل بشی یه سوراخ توی تور دروازه هست. حالا امیدوارم همین جریان نشه. هر بار ما لفظ میدیم همون اتفاق میفته. عرض کردم پژمان نجات، عباس کندل، سیامک علیزاده رو ما و همراه سجاد قلیبیگی که همینجا پاش شکست جلوی آبی‌پوشان به دلیل مسئولیت نداریم. محمد رستمی و اشکان توانا رو هم محروم نداریم. دیگه یه 6 تای بازیکن همینجا، 4 تا مصدوم 2 تا محروم. احکام کمیته انضباطی هم که خوندید دیگه تو این چند روز، مطمئناً اگر
حالا اطلاع دقیق نمیتونیم میتونیم از صفحه وارش اسپورت ببینیم. بریم سراغ گزارش. پشت توپ مصطفی قاچانی مستقیم میزنه، اصلا هم خوب نمیزنه، به دیوار دفاعی برخورد میکنه. آزاد با خرم الحسینی، خود خرم الحسینی بین چند بازیکن تعادلش به هم میخوره. اعلام پنالتی. آقا این خیلی پنالتی تر است، یعنی رضا زاهد تبار تو خرم‌آباد خیلی پنالتی تر بود. چطور میشه اونو نگرفت اینو گرفت؟ یه جورای دلجویی بود واقعا. آقا اینم پنالتی بود، ما نمیگیم نبوده، ولی چطور داورا اونو نمیگیرن؟ یعنی رضا رو شکون کلا. آره ما نتیجه رو مثل اینکه یه مقدار تو دیدتون هستش کوچیک میکنیم که راحت ببینید. اعلام پنالتی به سوی داماش در 22مین دقیقه از زمان بازی. ببینیم داماش بالاخره بعد از 3 هفته پیاپی آیفوشان جنوب و خیبر و فجر، داماش در رشت گلزنی میکنه. اعتراض کادر فنی تیم دریای بابل، زد قشنگ پای محمد خرم الحسینی. خرم الحسینی رو به هر حال پنالتی که آی کی میخواد بزنه. آره ما هم فعلا رفتیم رو هوادارا، این سمت جایگاه موسوم به جایگاه تخم خورا. اعتراضات کادر فنی تیم دریای بابل. اینم صدای هواداران تیم داماش که میگه داور برو بیرون. آره اینجا نه اینجا بیرون نمیرن، اینجا امنیت کامل. آره ما اونجا اعتراض کردیم. آره یه کادر قرمز هم میده به فکر کنم خود سرمربیشون باید باشه یا مربیشون، قطعا بین همین دو نفره. ما هم نمیشناسیم متاسفانه. تصویربردار ما هم سعی میکنه اون گوشه رو بگیره. نتیجه همچنان 0-0 مساوی است. رفتیم تو دقیقه 23 دیگه، کم میریم به 24مین دقیقه از زمان بازی و پنالتی که به سود تیم داماش گیلان اعلام شده. کی میخواد پنالتی رو بزنه؟ مشتاق بیژن، سعید دلاور، همه اونجا هستن. الان توپو سعید دلاور داره، حالا نمیدونم کی میخواد پنالتی رو بزنه. خوش طلایی هم تا دقیقه 79 2-1 از شهرداری آستارا پیش است که یه جوری داره تو خونه بازی میکنه. اینجور که شهرداری آستارا داره نتیجه میگیره ما میتونیم اون رو جزء کاندیدای سقوط بدونیم. به هر حال با وحید بیاتلو سرمربیشون، مثل سونگون هم یکیچ از شهر راز عقبه. سر صدای هواداران هم بلند شده. از این حجم از توقف هر بار ما پنالتی میگیریم اتفاق میفته. خرم الحسینی که گویا میخواد پنالتی رو بزنه برای داماش، مثل سونگون هم یکیچ در خانه از شهر راز عقبه. اینم میتونه نکته جالبی باشه در نوع خودش. چادر ملو و نفتگاز گشتاران هم از ساعت چادر ملو خیبر ساعت 18 و نفتگاز گشتاران و آریو اسلام شهر ساعت 18:30 به مسافه هم میرن. فردا هم 3 تا بازی داریم، مثل کرمان فجر، نفت مسجد سلیمان خلیج فارس، پارس جنوبی جنبه، مثل شهر بابک. پشت ضربه پنالتی قرار گرفته محمد خرم الحسینی. روی خط دروازه حرکت میکنه علی محسن زاده. داور هنوز در سوت خودش، حالا در سوت خودش میدم محمد خرم الحسینی، مسافه تک به تک. خرم الحسینی بدترین ضربه ممکن. بیژن هم که زد به آسمون. من گفتم آقا چه پنالتی بود، چه پنالتی بود. خرم الحسینی به توپ زد. چه بازی. یعنی اگر داماش قرار بود با بازیاش هرس بده هواداراشو، نمیتونست اینطوری اینقدر راحت هرس و جوش هوادارا رو در بیاره. توی رشت که داره این کارو میکنه، سیاما که فرانی هم جوری تشویق میکنه رویه بده. قشنگ چیزی نگی. علی محسن زاده ضربه سر بین دو نفر خوب زد. انصافا صابری پور یا تو میاد به سمت چپ که نمیرسه به امیر حسین باقرپور. دلاور تو پر میداره مقابل نیمکت داماش، میاد جلوتر. رضا زاهد تباری که نمیتونه ضربه سر رو بزنه. خرم الحسینی زیر توپ میکشه. توپی هم که بازیکن دریا بابل میزنه رفت بیرون و پرتاب اوت برای داماش. اوه یه لحظه برخورد سنگینی بین دو بازیکن از داماش و دریای بابل اتفاق افتاد. انبساطی سمت چپ دید مصطفی رو اما نرسید. مصطفی حسین خیری همون
شکل و شمال جالبی همیشه استارت میزنه حسین خیری. توپ روی هوا هست، سردرگمی بین بازیکن دو تیم. ابتهی یه تاثیر گذاشت رو هر جوری از رسوندن به کاپیتان بابا گلی. فشار بازیکن داماش. دلاور عالی بین را تک میزنه و توپو میگیره. آزاد جعفرزاده. دلاور حسین خیری. سعید دلاور با بچرخه آزاد رو ببینه. اوه چقدر بد رفت رو پاش کاپیتان بابا گلی. محمد حسین بابا گلی. مشتاق بیژن. دلاور. آزاد. رضا زاهد تبار. آزاد رو دستش داشت رفت به سمت مخالف. انبساطی. پرسش هم نمی کنن. توپو لو داد قشنگ بدم لو داد. حالا داور آوانتاژ میده. یه لحظه هم زد یار حریف رو زمین افتاده بازیکن تیم دریای بابل. بازی هم فکر کنم بابا گلی. اینم کارت زرد واسه انبساطی. لوباتی شدیم قشنگ علیرضا. آقا جالبتر اینه که الان خوش طلایی یه دونه اخراجی هم داده اولوش دقیقه 82. داماش هم که تا 27مین دقیقه از زمان بازی 0-0 مساوی هست مقابل تیم دریای بابل. یه پنالتی هم که محمد خرم‌الحسینی از دست داد بازیکن لیگ برتری ما. یار شماره 10 از داماش. کارت زرد رو هم انبساطی. اولین اخطاری این بازی اخراجی هم از کادر فنی تیم دریای بابل رو صحنه اعلام پنالتی داشتیم. حسین خیری ضربه سر اول رو زد اما به هیچ کدوم از بازیکن داماش نرسید. سعید دلاور پشت سر به اون نزدیک شده. خیلی راحت داریم توپ لو میدیم. هر دوبار هم همین یار شماره 9 یعنی امیرحسین باقرپور گرفت. آزاد میاد تو میگیره. فشار خطا. بله خطایی که از سوی مسعود اسدی آهنگر اعلام میشه. یار شماره 88 دو بار توپ گرفتیم باقرپور از ما. یه کارت زرد رو هم سند زد یه جورایی برای آرمین انبساطی. آرمین انبساطی که سابقه پوشیدن پیراهن ملوان رو در لیگ برتر فصل گذشته داره. حسین خیری میچرخه دوباره میاد برای مشتاق بیژن. توپ میدان. حسین خیری پاسکاری ارزی مدافعین تیم داماش. حسین خیری حالا یه پاس به جلو. آزاد جعفرزاده با سر نتونست خوب کنترل کنه. حالا خادمپور. این ضربه از خادمپور که به بیرون رفت و پرتاب اوت به سوی تیم داماش گیلان هست. آزاد جعفرزاده از سمت راست میذاره تو که حسین خیری که پرتاب بلند داره پرتاب کنه. 0-0 مساوی. داماش دریای بابل هفته پنجم 29مین دقیقه از زمان بازی هم در حال سپری شدن هست. داماشی که یه پنالتی رو هم توسط محمد خرم‌الحسینی خودش هم پنالتی گرفت خودش هم زد به دستان دروازه‌بان. پرتاب داخل محوطه جریمه. یه لحظه تعادل بازیکن ما خراب شد. آزاد جعفرزاده درگیر با صابری پور. آزاد امروز یه مقدار آماده نشون داده. خرم‌الحسینی یه جورایی بازو رو داده بالا. این قشنگ پیراهن آورده رو بازو. آستیناشو یاد کاکرویگا میندازه ما رو خرم‌الحسینی. حسین خیری یه پاس به جلو. سعید طالبی که تو این 30 دقیقه چیز زیادی رو از اون ندیدیم. توپم لو داد قشنگ مقابل مدافع تیم دریای بابل. حسین خیری چیکار کرد؟ حسین خیری بد جای تو لو داد. صابری پور رو دستش ببینه سمت چپ یار خودی رو پاسم نمیده. بالاخره تو خدا شد لو رفت. سعید دلاور تاثیر گذاشت. یه پاس به سمت چپ بازم سعید دلاور ایستادگی میکنه از راه دور. صابری پور با فاصله زیاد توپش از کنار دروازه مسعود پور محمد به بیرون میره و داماش از کنار دروازه باید بازی رو آغاز کنه. مشتاق بیژن. حسین خیری. خرم‌الحسینی. بیژن در سمت چپ. الان اینا توپو گرفت.
واسه رو به جلو نمیرسه به سعید طالبی، پاسم آنچنان خوب نبود. انبساطی تنها بازیکن اختیاری داماش، یه مثلث چک گرفته، پاس خوبه انبساطی به سمت راست، این پاسا رو انصافا خوب میریزه. حالا آزاد بتونه یه کورنر بگیره که همینطور هم هست. کورنر اعلام میشه. 31 دقیقه داماش 0. دریای بابل 0. بازم مصطفی آقاجانی و انبساطی میرن برای زدن ضربه کورنر. اون یه منطقه رو ما نداریم متاسفانه. هنوز ضربه شوری مجدد، حالا بازم کوتاه، ارسال خوبم نیست. بازم ضربه رو روی تیر 2 زد مدافع تیم دریای بابل. حالا ضد حمله میان به فاز حمله با 3 بازیکن. معین قربانی، خود معین قربانی از راه دور در 2 مرحله. مسعود پور محمد با پای چپ شوت از راه دور قربانی رو جمع میکنه. ضد حمله سریع رو زدن، 2 تا ضد حمله بد زدن تا اینجا. خطرناک هست این تیم دریای بابل روی ضد حملات. انبساطی ببینه آزاد رو در سمت راست. آزاد فضای خوبی داره. رضا زاهدتبار رفته رو دستش. حالا رضا رو راه میندازه. زاهدتبار بره خوش تکنیک ما داخل محوطه جریمه. یه بار دیگه تعادل مهدی پور به هم میخوره. از پشت سر خرم الحسینی. تصمیم سخت گیرانه آقای جنگی و خطا به سود دریای بابل. هنوز بازی متوقف است. از همین لحظه میلاد ابطحی باید بازی رو به گردش در بیاره. توپ میاد به سمت چپ جایی که صالح غلامی. پاس رو به جلو او برای امیرحسین باقرپور. رضا زاهدتبار حرکت در عرض او. چه تکلایی میزنه این باقرپور، واقعا بازیکن خوبیه. پاسش هم رسون به کاپیتان باباگلی، رو دستش اومده صالح غلامی. حالا یه پاس پشت مدافعین تیم داماش، فضای خوبی داره. ارسال خود سعید دلاور. رضا زاهد، خود زاهدتبار بازم زدنش خیلی میزنن رضا زاهدتبار رو. بازیکن ریزنقشی هستش، زیاد هم روش خطا میشه. داماش گل بزن، رشتیا بیقرارن. داماشی که پنالتی نباید خراب میشد واقعا توی این وضعیت. مصطفی آقاجانی، مجتبی بیژن، طالبی، خود سعید طالبی. یه پاس. حالا رضا زاهد داخل محوطه جریمه هنوز نیومده. رضا زاهدتبار 2 بار توپ از زیر پاش رها میشه. حالا فرار. باز هم امیرحسین باقرپور دوباره خطا. یه کارت زرد رو هم به محمد خرم الحسینی میده. 2 تا هافبک وسطامون کارت گرفتن. بدترین اتفاق برای داماشی که تو روز نبود رستمی فرت داره کارت میگیره. خوش طلایی هم گل دومو میخوره. بازی 2-2 مساوی شد علیرضا اونجا و 90 دقیقه هم تمومه. مثل سونگون همچنان تا دقیقه 84 در خانه از شهر رازی که هفته گذشته مقابل مثل شهر بابک مساوی کرده بود عقب هست. شهر راز هم دومین پیروزی خودشو به دست میاره، میره تا 4م جدول فعلا، چون بازی ها 3 تا بازی فردا انجام میشه. ما میتونیم بعد از 5 هفته بالاخره تو رشت پیروز بشیم یا نه. هفته آینده هم باید روز شنبه فکر کنم 15 درسته؟ آره بریم. اعلام کردیم شما بازی هم اطلاع رسانی شده. آره روز شنبه از ساعت 16 در آستارا با مصاف شهرداری آستارایی بریم که این هفته هم یه جورای میزبان تلقی میشه مقابل خوش طلایی که هنوز ورزشگاه اردبیل حاضر نیست. این یه جورایی با بازی آخر و مقابل فولاد نوین اهواز در پلی آف 6مین بازی هستش که داماش ناکام هست در امر پیروزی. داماش یه جورایی انگار
طلسم شده نوار پیروزی هاش. به هر حال امیدواریم امروز این نوار همینجا پاره بشه و داماش از این وضعیت اسفناک نجات پیدا کنه. سعید طالبی یه بار دیگه آزاد در سمت راست، این بار آفساید آزاد جعفرزاده اعلام میشه. میتونست آفساید نباشه آزاد جعفرزاده، قشنگ مشخص بود حرکت سعید که پاس میاره به اینور، اما آزاد جعفرزاده تو تله آفساید مدافعین دریای بابل گیر میفته. کوتاه با صالح غلامی، دوباره سینا خادمپور، صالح غلامی سمت چپ، غلامی آزاد واسم بابا گلی رو دستش داشت میلاد ابطحی رو، ترجیح داد عقب‌تر با سینا خادمپور کار کنه، میبره تو به سمت راست. حالا توپ رو با مصطفی آقاجانی، حرکت اوست، رضا زاهد تبار هم سمتش رو عوض کرده رفته اون سمت. سعید طالبی اومده به سمت راست، انبساطی سمت چپ، مشتاق بیژن میاد بالا، اصلا بسته شد. انبساطی قطعا با سعید دلاور کار خواهد کرد. آزاد اومد پایینتر اما رو به عقب کار کرد. دلاور، انبساطی، پرتاب اوت به سود تیم دریای بابل. پرتاب حالا غلامی انجام میده، میرسه محمد صابری پور یا حسین خیری. حسین خیری توپو زد، بیژن اشاره میکنه آقاجانی بره جلوتر. البته بتونیم سویچ کنیم رو هوادارا، همه با هم دستا رو بالا گرفتن. تصویر جالبی هستش. زوم نداره. خب تو هم به بیرون میره. پرتاب اوت به سود تیم داماش گیلان هست. تو حدی داریم تشویق یک صدای کل ورزشگاه، حداقل فکر کنم 7-8 هزار نفری تو ورزشگاه هست. پرتاب بلند داماشی ها توسط حسین خیری انجام میشه داخل محوطه جریمه. کلا سر زدن رو انگار از یاد بردیم، ما یادم نمیاد. خرم حسینی آزاد توپو گرفت، بازم این امیر حسین باقرپور چقدر خوب آقاجانی جلوش ایستادگی میکنه. یادم نمیاد تو این فصل ما یه دونه هدو به سمت دروازه زده باشیم، دروازه‌بان رو به زحمت انداخته باشیم یا مدافعین حریف رو ناکام گذاشته باشیم. یعنی تو امر ضربات هوایی کاملا ناکامترین تیم میتونیم باشیم تو این زمینه. به هر حال روی زمین بتونیم زهرمون رو بریزیم به حریفان. حسین خیری، انبساطی، خیری، فوتبال آروم و با حوصله داماشی ها. دلاور فضا داره تنگتر میشه، حسین خیری رها میکنه تا مسعود پور محمد برسه. مشتاق بیژن یه پاس خطرناک. رضا زاهد تبار خیلی میخوام رو با خطا متوقف کنن، ناامید میشه. رضا زاهد تبار بد او برای مصطفی آقاجانی که کلا زیاد میل به نفوذ نداره. 40 دقیقه تمام شد و همچنان بازی 0-0. فقط آره ممکن اما بین دو نیمه تصویر بازی رو نداشته باشیم، یعنی قطع کنیم تصویر رو به خاطر مقدار قطع که نمی‌کنه، حالا ممکن خودش قطع بشه. آره ممکنه، آره چون اینترنت ورزشگاه بین دو نیمه چون همه هواداران وصل میشن یه مقدار پهنایوان ضعیف میشه. ما اگر حالا تصویر بین دو نیمه نبود اجازه نداره، ما بلافاصله بعد از بازی شروع بازی در نیمه دوم برخواهیم گشت. کمتر از 5 دقیقه به نیمه نخست وقت باقی است. داماش 0 دریای بابل 0. تنها موقعیت جدی بازی تا اینجا پنالتی هستش که محمد خرم‌الحسینی در هولوش 27مین دقیقه از زمان بازی خراب کرد و داماش رو ناکام گذاشت در امر گلزنی. پنالتی که خودش هم گرفت برای داماش اما نتونست توپو تبدیل به گل کنه. آزاد جعفرزاده توپ رو بایی، توپو خودش هم لو داد باقرپور، باز هم باقرپور. تکل سالم انبساطی خیلی باید مواظب باشه، کارت زرد هم اون دارم. محمد خرم‌الحسینی، مشتاق بیژن در خط دفاعی.
بیژن خرم الحسینی یه لحظه ابتعی تعادلش به هم میزنه، داور بلافاصله در صحنه حاضر هستش و خطا رو اعلام میکنه. خیری یه بار دیگه مصطفی آقاجانی خوبه نمیفرسته، نرسید به مصطفی آقاجانی. مصطفی آقاجانی هر طوری هست زرنگی میکنه و توپو میگیره از یاران حریف. بیژن، زاهد تبار، خود رضا زاهد یه بازیکن جا گذاشت و خطا اعلام میشه از سوی مدافع تیم دریای بابل. امید منصوری هستش که خطا رو مرتکب شد. بازم داماش میره برای ارسال. بازی خوش طلایی هم هنوز تموم نشده، 7 دقیقه است که گویا وقت اضافه اعلام شده. سایپا هم یه گل به استقلال ملاثانی زده که دیگه نوار کلینشیت های پیاپیش مقابل البته نفت گاز گشتاران شکسته شده و مقابل پارسجنوبی البته ببخشید. حالا ببینیم این صحنه رو، باز هم ارسال، باز هم ضربه سر رو نمیذاریم. کلا یه مقدار عادت شده برای اون نزدن ضربه سر. خرم الحسینی که پاسش رو به جلوشو صالح غلامی بین را قطع میکنه، تو به بیرون رفت و پرتو اوت به سود داماش اعلام میشه. حسین خیری بازم بلند میخوام پرتاب کنن، بازم ضربه سر رو نمیزنیم. پشت محوطه جریمه انبساطی با سعید طالبی قاطی کرد. زاهد تبار، خود رضا زاهد، این بار ارسال رو تیر 2 نزد توپو. این بار حسین خیری که رفت با پا بزنه روی تیر دورتر، اما باز هم ناموفق و عرض کردم استقلال ملاثانی هفته گذشته البته 2-0 برد پارسجنوبی رو. ببخشید من لازم تو استرس بودم، دیگه نوار کلینشیت نداره استقلال ملاثانی که همه هفته 4 هفته پای گل نخورده بود، تنها بردش هفته گذشته بود. فعلا نوار کلینشیتاش پاره شده مقابل سایپایی که در خانه از او پذیرایی میکنه. حالا میان بالا بازیکنان دریای بابل. کاپیتان بابا گلی ارسال داخل محوطه جریمه، ضربه سر اول یه جوری آقاجانی میزنه، به دنبال توپ هست آذرنوشان. حالا زاهد تبار درگیر با بازیکنان تیم حریف. چرخ رضا زاهد تبار رو دادن هوا، خیلی میزنن رضا زاهدو. 6 بار 7 بار تو همین 42 دقیقه متحمل خطا شد رضا زاهد تباری که دیگه عادت کنه با توجه به ریز نقش بودن خودش. آزاد سمت راست فضای خوبی داره. سعید طالبی اومد از آفساید بیرون اما پاس خوب نبود. سعید طالبی درگیر خورد و پای سینا خادمپور، اما داور کمک همونجا حاضر بود، پرچمو زد به سمت داماش و پرتاب رو برای تیم دریای بابل گرفت. یه بازیکنم از داماش که مهدی رستمی باشه داره با گرم میکنه. البته اکثر نیمکت نشینان داماش اون سم دارن گرم میکنن. یه بازیکنم از دریای بابل مصدوم. من دارم نگاه میکنم یه بازیکن انگار فرا خونده، سیامک فرانی یا چی نمیدونم، یار شماره 20 ما یعنی مهدی بلالی رو فرا خونده. نمیدونم حالا یعنی دا آخرین دقیقه از زمان بازی میخواد تو نیمه اول تعویض کنه سیامک فرانی، نمیدونم. پیرانهای داماش هم نکته جالب توجهی داره، از بازی قبل به این شکل در اومده، یه جورای جایگزین دامون صنعت شده نام داماش شهرباران. هواداران داماش گیلان رو هم میبینید که یک صدا از ابتدای بازی بعد از خوندن چند بیانیه و شعار علی مالک و رئیس هیئت فوتبال گیلان، آزاد جعفرزاده تو بازم خورد به قشنگ به پای صابری پور. این بارم پرتاب اعلام نمیشه و یک دقیقه هم وقت اضافه برای نیمه نخست محاسبه میشه. سعید دلاور خطا، توسط سعید دلاور اعلام میشه روی
مهاجم این تیم صابری پور. هوش طلایی گل سوم خورد. اوه اوه رفت تو 101 دقیقه. شهرداری آستارا از قشنگ از اون اخراجی مهدی شریفی اونجا اخراج شد داره استفاده میکنه. شهرداری آستارا داماشم یه ضربه شروع مجدد باید رو دروازه خودش تجربه کنی. آخرین موقعیت نیمه نخست خواهد بود. معین قربانی که اومد داخل زمین داماش که ارسال رو با پای راست انجام بده. یارگیری‌های من تو من. حالا رفتن داخل محوطه جریمه. ارسال مواج و کاتدار که رسید به مسعود پور محمد. سوت پایان نیمه نخست. تساوی 0-0 مساوی دو تیم در نیمه نخست. داماش عرض کردم تنها یک موقعیت 100% اونم پنالتی بود که محمد خرم‌الحسینی نزد. از دست داد دیگه. موقعیت چنانی هم نداشتیم تو نیمه نخست. بازی هوش طلایی و شهرداری آستارا رفت تو دقیقه 113. هوش طلایی که 2-1 جلو بود کامبک خورد مقابل شهرداری آستارا که ما گفتیم آقا کاندیدای سقوطه. بعد از دو بازی پشت هم که باخت. الان شهرداری آستارا میاد 11 امید قشنگ بالای ما. با توجه به فعلا مساویم 4 امتیازه میشه و بیام اونور. استراحت کنید. آره من یه استراحت میکنم. بلندگو رو در خدمت قرار میدم. بلافاصله بعد از بازی شروع بازی نیمه دوم میام. تشکر میکنیم از سید علی هاشمی که با گزارش خوبش همراهمون بود. داماش یک پنالتی رو در نیمه اول از دست داد و بازی کماکان بدون گل در پیشه و در نیمه دوم باید بازی ادامه پیدا کنه. دوستانی که توی یوتیوب کامنت گذاشتن من سعی میکنم کامنت ها رو بخونم. شهرداری آستارا آره گل زد و 3-2 جلوی دیگه فکر میکنم. آره تا دقیقه 104. حالا چقدر هم اونجا وقت تلف شده داشت و واقعا خوشحالیم برای تیم خوب استانمون. عرضم به خدمت شما که یکی از دوستان نوشته بود که ای کاش روی پایه دوربین نمیذاشتیم و رو دست میگرفتیم دوربینو. حالا به سخت بودن این قضیه کاری ندارم، یعنی سخت بودنش حالا اونی چی، ولی جدا از این قضیه حالا اهل اینجا هست میتونه تایید کنه. اولا کابل برق و عرضم به خدمت شما میکروفون و تصویر و اینا همه به دوربین رسیدن و اگر بخوایم دستمون بگیریم احتمال قطعی وجود داره. مضاف بر این که ما اینجا همین 2 نفر هستیم، یعنی نفر سومی نداریم که مثلا دوربین رو بخواد مدیریت کنه. در نتیجه من گاهن لازمه که بیام پشت لپتاپ که هست اینترنت هم داره قطع میشه. اینترنت هم داره ضعیف میشه. سنگونو خیلی شهر رازم مثل سنگونو برد. خیلی نتیجه عجیبه. آره حرکت هم میدی دچار مشکل میشه در نظر بگیر همون جایی که حالا بود داشتیم الان خوبه. اینترنت همون جوری که پیش بینی کرده بودیم بین دو نیمه دچار مشکل شده و حقیقت وصل میشه. حالا طبیعیه، امیدوارم که در نیمه دوم بهتر بشه وضعیتش و فکر میکنم بهتر هم بشه. من کامنت های اینستاگرام رو هم باز کنم که دوستان بتونن نظراتشون رو مطرح کنن. کامنت ها باز شدن، حالا سعی میکنیم دوباره در نیمه دوم با شروع شدن نیمه دوم کامنت ها رو هم ببندیم. البته من به کامنت های اینستاگرام دسترسی ندارم ولی کامنت های یوتیوب رو میتونم بخونم. هوادارام که کماکان ورزشگاه هستن و حسابی دارن تشویق میکنم با اینکه بازی متوقفه. مثلا کامنت ها رو بخونیم. از اول امید نوشته بود امید برد. جا داره تشکر کنم از دوستانی که وارش اسپورت رو حمایت مالی کردن، هرچند حمایت رو از ما انجام دادن. اگر شما هم دوست دارید که از وارش اسپورت حمایت کنید میتونید تشریف ببرید توی آدرس hamibash.com/وارش. من لینکش رو توی یوتیوب هم میفرستم و از وارش اسپورت حمایت کنید. تشکر میکنم از کامنت های خوب و دلگرم کننده‌ای که برای ما گذاشتید. دقیقه بازی رو گیلک عزیز ما گذاشتیم، برنامه‌اش باگی داشت، مثلا به این شکل بود که 10 دقیقه 12 دقیقه از بازی گذشته بود ولی داشت 6-7 دقیقه نشون میداد. گیلک میگه که پخش زندمون
از صدا و سیما بهتره. خب آره واقعا، ولی حیف که تجهیزات نداریم دیگه. میگم ما مد نظر داریم که یه پایه دوربین خوب و حرفه‌ای بخریم. پایه دوربینای خوب حداقل 5 6 تومن قیمتشونه، به بالا 20 تومن 30 تومن هم بعضا قیمت دارن. با این پایه دوربینای معمولی متاسفانه کیفیت بخش همینجوریه که دیدید، یعنی با لرزش همراهه. امیدوارم یه روزی بتونیم پایه دوربین خوب بگیریم و به هر حال لرزش رو به حداقل برسونیم. منم برم یه استراحتی بکنم، البته لایو رو قطع نمی‌کنم، میذارم تصاویر زمین رو ببینید و با شروع نیمه دوم من و سیدعلی هاشمی در خدمت شما خواهیم بود. توی استادیوم هستن و با موبایل هاشون به دکل های مخابراتی وصلن، در نتیجه پهنای باند اون دکل های خاص تقسیم میشه و در بین نیمه معمولا کیفیت پایین میاد و اینترنت دوباره وصل میشه. اگر قطعی فعلا وجود داره دست به گیرنده هاتون نزنید، مشکل از ماست، مشکل از اینترنت و قطع وصلی داریم. کارش نکن فقط که حمید جان لطف داری، قسمت‌های ما هستید و برامون دلگرم کننده است. تعویضم داره انجام میشه. حالا من سویچ کنم که ببینید.
یار شماره 18 رو داد داخل. اینو کم کم خب من دیگه صحبت خاصی نمی‌کنم. نمیدونم فوتبال 11 هنوز زده علی بازی خوش طلایی و از اینا انگار در جریانه. نمیدونم دیگه این حج فکر نمی‌کنم دیگه طول بکشه. به هر حال ما تعویضی هم در ترکیب تیم داماش داشتیم. سعید دلاور رو کشید بیرون و یار شماره 18 سید حسین سید حسین حقشناس رو میخواد به زمین اضافه کنه. دلیل توقف بازی است اینجا رو نشون بدیم. این گوشه هم که صحبتی هم نمیدونم حالا قرار عکس بگیرن اینا حالتشون چیه با لیدرهای داماش این پایین دارن صحبت میکنن. ما مطلع نیستیم دلیلش چی است. گویا قراره یه تجلیلی داشته باشیم از لیدرهای تیم داماش. نمیدونم خارج از برنامه بوده همراهشون ما هم خبر نداشتیم هم چیزی و بازی هم داره شروع میشه. اون سمت هم علی اونجا رو نگاه کن گویا این تور که قشنگ آدم رد میشه ولی انگار یه ذره حالا بلای سرش آوردن یه ذره بهتر شده. این تور حالا این دیگه نمیدونم چرا پاره است. یعنی هیئت فوتبال گیلان آقا خواهشاً دیگه تور بزنید دیگه. الان تور دوتا با هم 2 تومن در نمیاد با هم 2 میلیون حالا نه 5 تومن. برق این کابینای بالا وصل نیست. ما رفتیم خودمون سراغ برخوار سیم کشی کردیم اینجا. ما که رفتیم 300 400 تومن هزینه کردیم سیم سیار ساختیم مثلا کنار اشکال نداره. آقا دیگه تور دروازه دوتا با هم 5 تومن. بابا استان گیلان با این عظمت یه تقدیر سیدیاست. بله یه تقدیری هم انجام میشه توسط نیروی انتظامی از لیدرهای تیم داماش. اتفاق جالب خود لیدرها آقا مرزا خیلی متعجبه. بیچاره ها رو پکوندن اینقدر این ور اونور کردن. حالا بله یه لوح تقدیر هم به سالار عزیز میدم. و فامیلی سالار هم یادم رفت. سالار حقیقی پرست آرمان عشقی ما اونجا هست. آرمان ملقب به عشقی دیگه همه با اسم آرمان عشقی میشه. حالا این سمتم دوباره شعار و علیه رئیس هیئت فوتبال استان گیلان میشنویم. یعنی دیگه واقعا حالا هنوز مثل اینکه حالا مشکل تورم برطرف شده بر ترتیب. این 2 تا دروازه یه تور نداره و ببینیم واقعا بازی این خوش طلایی هنوز داره انجام میشه. ببینیم تو سایتی بازی ما شده نمیدونم. نه بازی از اینا تموم شده. فوتبال 11 هنوز یادش رفته فکر کنم پایان بازی رو بزنه. اینم سوته های ناصر گنجی و جنگی از همین لحظه نیمه دوم با کمی تأخیر بعد از حالا فوتبال 11 الان پایان زد. فکر کنم شاید تازه الان تموم شده نمیدونم. بر ترتیب بازی خوش طلایی زابه و شرطری آستارا 3-2 به سود آستارا تموم شد که 2-1 تا هولوش دقیقه 93-4 عقب بود اما تو وقت اضافه شق القمر میکنه یه جورایی واقعا آستارا و بازی 2-1 باختر. در صورت تیم یه یار کمتر داشت اخراجی داشت تیم خوش طلایی زابه. مشتاق بیژن ما هم یه تعویض داشتیم و سعید دلاور رو از زمین بازی سیامک فرهانی بیرون میکشه و مشکل اگه در بخش یوتیوب و اینستاگرام هست آره اگر اتفاقی یا مشکلاتی هست توی پخش اینستاگرام و یوتیوب وارش اسپورت به ما اطلاع بدید ما بتونیم. آره واقعا ما دست داریم 2 نفر کار 3-4 نفره رو داریم انجام میدیم بتونیم حداقل بگیم یه جورایی برطرفش کنیم. به هر حال امیدوارم که به بهترین نحو بازی رو تقدیمتون کنیم. چادر ملو هم همین لحظه گل به خیبر خرم‌آباد زد. یه نفوذ در سمت راست رضا زاهد تبار. حالا ارسال او طبق معمول ما خوب نمیفرستیم خوب هد نمیزنیم و توپ در اختیار علی محسن زاده در آرزمان تیم دریای بابل قرار میگیره. صالح غلامی، امید منصوری، سینا خادمپور، میلاد ابطحی، امیرحسین باقرپوری که تعویض شد. من اینو متوجه نشدم کدوم بازیکن اومد داخل زمین. محمد حسین باباگلی، معین قربانی، محمد صابری پور. مشتاق بیژن یه سر زد تو رفت داخل محوطه و پور محمد جمع میکنه. ابوالفضل آذرنوشان و مسعود
اسدی آهنگر یا زحمرد آقای یونس گرایلی شیخ هستن که حالا دوستانی که از یوتیوب دارن بازی رو میبینن میتونن بازی رو بزنن عقب و ببینن که تعویض اونا برای کدوم بازیکن بوده. آره اگر میخواید بدونید تعویض اونا چطوره، آره تو یوتیوب میتونید بازی رو بیارید عقب ببینید. صحنه پنالتی اونم که طبیعتاً آره یه پنالتی هم نیمه اول ما هولوش دقیقه 22 23 بود که ما خراب کردیم، اونم میتونید ببینید اونجا. به هر حال ترکیب تیم دریای بابل هم خدمتتون عرض کردم. در تیم داماش مسعود پور محمد در اون دروازه هست، مصطفی آقاجانی، مجتبی بیژن، سعید دلاوری که تعویض شد با حق شناس. اینم ببینیم تو بالاخره از ملکه نجات پیدا میکنه. سعید طالبی را میزنن، آزاد جعفرزاده، سعید طالبی، محسن انبساطی، سید محمد، خرم‌الحسینی، رضا پورمهدی، حسین خیری و رضا زاهد تبار یا زحمرد سیامک فرانی هستن که در اون ترکیب فیکس داماش بازی میکنن. سعید طالبی دیگه نزدیک شده به خط کورنر و خطا باز هم روی سعید طالبی. دومین صحنه پیاپی هستش که او رو میزنن و متحمل خطا میشه. یه جورایی داره نزدیک رضا زاهد تبار بازی میکنه با اومدن حقشناس، رفتن آزاد جعفرزاده به قلب خط دفاعی. دو تا وینگ یه جورایی ما اون سمت حقشناس بود حرکت انجام داد. ببخشید من سعید طالبی این سمت از عذرخواهی میکنم، جوری استیلاشون شبیه همه، هر دو کوتاه قامتن. حقشناس بود که خطا روش مرتکب شدن. علی به نظر تو گل میشه؟ نه آقا هوایی که ما لفظ میدیم برای ما این بدبخت باقری امیر حسین باقرپور یا شماره 9 اینقدر تعریف کردیم، خدا رو شکر بچه‌ها زدن مسئول این بار بوی گل میاد. یعنی اینطور آره برعکس بگیم. آره این بار بوی گل میاد. انبساطی و آقاجانی طبق معمول پشت توپ، بازم انبساطی داخل محوطه جریمه، کورنر اعلام میشه. کمک کورنر گرفته داور، خلافش حالا رفت کورنر رو گرفت. یه لحظه دو تا بازیکن از داماش هم برخورد بدی رو داشتن، بازیکن داماش و دریای بابل با هم دیگه. پژمان نجات، آزاد سیامک علیزاده، سجاد قلیبگی و عباس کندل 4 بازیکنی هستن که ما به دلیل معصومیت در اختیار نداریم. تو همین 5 هفته ابتدایی سجاد قلیبگی هم همینجا جلوی آبپیچان مچ پا شکست، اوزک پا، و اشکان توانا و محمد رستمی کاپیتان رو هم به دلیل محرومیت در بازی گذشته در اختیار نداریم. باز هم داماشی ها صاحب یک ضربه کرنر شدن، دوباره همون دو نفر همیشگی یعنی انبساطی و آقاجانی پشت ضربه کرنر قرار گرفتن. باز هم آقاجانی جدا میشه، داور سوت میزنه. گیر ریزی هم به رضا پورمهدی ما میده. ارسال داخل محوطه جریمه، ضربه سر، آزاد جعفرزاده، توپ دور شد. سعید طالبی را میزنن، بازم صدای فریادهای بازیکن داماش. خرم‌الحسینی بین رو آمد قطع کرد، یا حسین سعید طالبی هنوز داره فریاد میزنه. دیگه واقعا تحمل این که مسئولیت اصلا نداریم. یعنی بدترین اتفاق ممکن میتونه باشه برای داماش. خدا رو شکر سعید طالبی بلند میشه. خدا رو شکر سعید طالبی هم بلند میشه. هنوز بازی نفت و گاز گشتاران آریو و اسلام شهر هم شروع نشده. بازی که 18 و 30 شروع میشه. پرتاب اوت به سوی تیم دریای بابل هست. معین قربانی پرتاب میفرسته جایی که صابری پور هست، نمیرسه به بازیکنان خودی. آقاجانی پاس او برای رضا پورمهدی، باز هم در سوت خودش میدمه. کاپیتان بابا گلی رفت قشنگ تو فیس داور. میلاد ابتعی هستش. یه برخوردی هم داشت با خرم‌الحسینی. مجتبی بیژن در صحنه حاضر هست و میاره عقب‌تر تا بازی رو دوباره آغاز کنه. حسین خیری رو به عقب توپو دریافت میکنه. آزاد جعفرزاده ای که رفته به قلب خط دفاعی یه جورایی در پست 3 دفاع داماش. او الان در سمت راست مایل هستش. رضا زاهد تبار پرسه، رضا زاهد، حسین خیری، ضربه سر اول، پورمهدی یا بازیکن حریف. باز هم ضربات سر پیاپی بازیکنان دریای بابل. مجتبی بیژن یه بدن اومد و توپو به
به سعید طالبی رسون. طالبی سمت چپ با انبساطی کار میکنه. خود آرمین انبساطی چقدر خوب توپو گرفت مدافع تیم دریای بابل. صابری پور به دنبال توپ است. حسین خیری تو بیرون میزنه و پرتاب اوت برای تیم دریای بابل هست. ابوالفضل آذرنوشان مثل سونگون 1-0 به شهر راز باخت. کوشتاله 3-2 با یه اخراجی به شهرداری آستارا در آستارا باخت. یه جوری خوش میزامو. سایپا هم 2-0 استقلال ملاثانی برد که 4 هفته پیاپی کلین شیت کرد. اینم خطا روی امید منصوری که توسط قاضی میدان اعلام شد. امید بورغنبری هم امروز اولین بازی هستش که فکر کنم تو رشت فیکس نیست. مهاجم تیم داماش و رضا پورمهدی از ابتدا در ترکیب حاضر است. رضا زاهدتبار پرس او باعث میشه که غلامی زیر توپ بزنه. صالح غلامی توش بلند میاد به جایی که ابوالفضل آذرنوشان بود. اسدی تو برد به سمت چپ. دوباره خودش توپو میگیره. امید منصوری، ابتهی، صالح غلامی، مشتاق بیژن، نه صابری پور ضربه سر خوب میاد پشتشو جمع میکنه. حسین خیری، آقاجانی توپ لو رفت. صابری پور، ابتهی لو میره توسط اسدی. هوادارهای تیم داماشم میبینید این و رضا زاهدتبار فرار کرده. یه لحظه توپو گرفت توی فعل و انفعال. رضا زاهدتبار موقعیت از دست رفته یه جورایی همچنان پشت محوطه جریمه. رضا زاهد رو دستش داره حقشناس رو. ارسال حقشناس داخل محوطه جریمه. باز هم ضربه سر اول رو نمیزنیم ما. خرم الحسینی بین 3 بازیکن گرفتار شد. توپش لو میره. آذرنوشان، خرم الحسینی. خطا حالا اعلام میشه با تأخیر توسط آقای جنگی. مشتاق بیژن پشت ضربه خطا قرار گرفته. یه بازیکن نزدیک هست. خرم الحسینی یه مقدار این کیفیت چمنم مشخصه که پایین اومده سمت راست. حقشناس ارسال بین راه بلوکه میشه. اصلا ارسالامون خوب نبود امروز. مشتاق بیژن رو به عقب با حسین خیری. آزاد جعفرزاده، حقشناس در سمت راست جورایی داره نقش پیستون رو اون سمت بازی میکنه. مصطفی آقاجانی حالا حرکت در عرض. یه ضربه و پای راست که ناامید کننده ترین شکل ممکن است کنار دروازه بیرون میره. همچنان نتیجه 0-0 مساوی هست. 55 دقیقه تمام شد. داماش 0 دریای بابل 0. دریای بابلی که مثل داماش پیروزی اون نداشته و 0 شکست رو در کارنامه داره. 2 مساوی. توپم داره لو میره که لو رفت. حالا میلاد ابتهی رو به عقب با امید منصوری میاره به سمت چپ. یه بازیکن از همون سمت فرار کرده. صالح غلامی فکر کنم است که نفوذی رو انجام داده. من شماره هم نمیبینم. یه ارسال داخل محوطه. یا علی، اوه اصلا یادم میره. برو یادم میره هر بار این علیرضا بنده خدا دوربین من واگذار میکنه من فراموش میکنم که باید دوربین رو بچرخونم. مشتاق بیژن با خرم الحسینی کار میکنه. واقعا سخت انصافا این زاویه نشستن منم جوری که نمیتونم مثلا رو دوربین سوار باشم. مشتاق بیژن آرام تو بر میداره و جلو میاد. اشاره میکنه که از همون نقطه باید پرتاب انجام بشه. بیژن میتونه کار کنه با خرم الحسینی. ضربه سر اول رو معین قربانی میزنه و داور خطاشو اعلام میکنه. اینجا شارژ کرد رضا پورمهدی رو. مشتاق بیژن دوباره میاد
ضربه خطا رو بزنه بیژن، با این بار کوتاه با خرم‌الحسینی. سید محمد خرم‌الحسینی میاره بازی رو به میانه زمین، جایی که انبساطی هست. بازی باز شد به سمت راست، رفتیم اونور. حالا رضا زاهد تبار باز هم پشت خط دفاعی تیم نفوذ میکنه، بازم ساند، بازم ضربه اول رو تیم حریف میزنه. صالح غلامی توپو رسوند، اما پرتاب به سود تیم داماش گیلان هست. بیرون زمین توپو استوب کرد بازیکن تیم دریای بابل و پرتابی که حالا باید توسط بازیکن تیم داماش یا حسین خیری بله رفت برای پرتاب بلند. دوباره میخوایم تو بلند پرتاب کنیم. آزاد جعفرزاده هم میکشه جلو. پرتاب بلند، ضربه سر اول، بازم طبق معمول تیم حریف توپ از منطقه خطر دور شد. فقط مشتاق بیژن تو زمین ما حاضره. مشتاق بیژن توپو میرسونه به مسعود پور محمد. هم با پرتاب بازی رو پیگیری میکنه آزاد جعفرزاده. خیری یه پاس رو به جلو، هر طوری هست رسید به حقشناس. خود حقشناس تو میذاره برای یار خودی، عرض زمین خرم‌الحسینی. داماش داره راه‌های مختلف رو برای حمله به دروازه امتحان میکنه اما ناموفق. 58 دقیقه 0-0 مساوی. داماش یه پنالتی رو همین خرم‌الحسینی براش هدر داد نیمه اول. پنالتی که خودش گرفت، خودش هم خراب کرد. بازی رو هم عرض کنم خدمت هواداران عزیز، بازی رو به طور زنده و مستقیم از صفحه وارش اسپورت در اینستاگرام و یوتیوب میتونید تماشا کنید. برای یوتیوب کیفیت بهتری داره. اگر میخواید کیفیت بهتری داشته باشید و بازی رو هم با دلخواه خودتون عقب جلو کنید، صحنات بازی رو دوباره ببینید، میتونید برید صفحه یوتیوب. حالا یه نفوذ در سمت راست، ارسال داخل محوطه جریمه. حقشناس سراسیمه یا علی چیکار میکنن؟ بازیکن داماش اصلا نیازی نیست اینقدر سراسیمه باشن. صابری پور، آقاجانی، چقدر بد داریم بازی میکنیم. کاپیتان بابا گلی، انبساطی یه فشار رو گذاشت روی بازیکن دریای بابل. حالا ارسال، پور محمد دروازه میاد بیرون، در دو مرحله خطرناک تو میگیره، سریع هم بازی رو آغاز میکنه. تو هم نرسید به رضا پورمهدی. حالا سعید طالبی داره حرکت میکنه اون دست، ببینی رضا زاهد تبار رو که دید رضا زاهد تبار تو سر توپ، این ضربه با پای چپ رو خط دروازه توپو بیرون میکشه مدافع تیم دریای بابل. میتونست دوباره به سعید طالبی پاس بده اما ضربه رضا زاهد تبار رو خط دروازه به کورنر فرستاده میشه. حرکت خوب سعید طالبی یه ذره به وجد آورد ورزشگاه رو. باز هم انبساطی، آقاجانی رفتن برای زدن ضربه کورنر. آقاجانی بلند میاد داخل محوطه. بالاخره هد زدیم اما خیلی بد زدیم. داماش دومین ضربه به سمت چارچوبش تو این صحنه راه به جایی نبرده فعلا. علی محسن زاده هم یه ذره داره زیرکی میکنه و وقت بازی رو تلف میکنه. علی محسن زاده از کنار دروازه بازی رو آغاز میکنه. حسین خیری مشتاق بیژن با پاشنه اومد قشنگ رو پای صابری پور، خیلی خطرناک بود. یا علی کارت زرد از مشتاق بیژن با کوله‌واری از تجربه اینطور بی‌محابا اومدن واقعا بعید. حسین خیری هم که بد اومد جلو بخواد هدو بزنه، اصلا نمی اومد واسه هد، اتفاقی نمی افتاد. چادر ملو هم یه گل به خیبر گفتم که زده. فردا مثل کرمان تو خونه پذیرای فجر سپاسی هست. نفت مسیح سلیمان، خلیج فارس ماهشهر، پارس جنوبی جمع مثل شهر بابک آخرین بازی های لیگ یک رو انجام میدن. حالا ارسال کوتاه، بازی رو به جلو حریف بین راه. مشتاق بیژن خودش رو به قطع میکنه، دوباره میاد از همون نقطه که خطا رو مرتکب شدیم.
ارسال قربانی نه رو به عقب، پاس رو به جلوی قربانی به هیچ کدوم از بازیکنان نمیرسه. مشتاق بیژن، خرم الحسینی کوتاه توپ لو رفت. خود خرم الحسینی اون هم یه کارت زرد داره، باید خیلی مواظب باشه. آقاجانی شد میکشن و خطا اعلام میشه توسط آقای ناصر جنگی. یه تعویض هم در راه هست، یه کارت زرد رو هم میده به بازیکن تیم دریای بابل. داره شماره 77، یعنی محمد رضیپور خراسانی قراره به ترکیب اضافه بشه برای تیم دریای بابل. « 62 دقیقه از زمان بازی سپری شده. کاپیتان بابا گلی رو بیرون میکشه. یونس گرایلی شیخ سرمربی تیم دریای بابل. چادر ملو هم گل مساوی رو خورد از خیبر خرم‌آبادی که در خانه حریف بازی میکنه. بازی 1-1 مساوی است. چادر ملو یکی جلو بود و حالا گل تساوی رو دریافت میکنه. فقط بازی ما گل نداشته تا این لحظه. البته گشتارانی هم که با آریو 9 دقیقه است که بازی شروع شده، زیر 10 دقیقه است. یه جورایی ما فقط گل نداشتیم. روی زمین هم افتاده معین قربانی که همین نزدیک خطم روی زمین نشسته. « 63 دقیقه از زمانی بازی سپری شد. 2/3 از زمان بازی گذشت. داماش هنوز به گل نرسیده. دوتا موقعیت خطرناک رو گل نکردیم. یکی رضا زاهد زد رو خط کشیدن بیرون، یکی هم پنالتی بود که خرم الحسینی هولوش دقیقه 22 خراب کرد. هر طوری هست معین قربانی از زمین بازی میره بیرون و مشتاق بیژنی که باید حالا ضربه خطا رو بزنه. مشتاق بیژن آرام حالا جلو میاد. پاس رو به جلوی او برای سعید طالبی پاسش نرسید به مصطفی آقاجانی و مثلا خوب نبود آنچنان. مشتاق بیژن خودش میاد جلوتر، پرتاب رو انجام میده. پور مهدی به اون نزدیک شده. مشتاق بیژن بده دیگه پرتابو. لو هم رفت. میتونیم ما کوتاه کار کنیم. نمیدونم چرا مشتاق بیژن اصرار داره پرتابو رو بلند بفرسته یه ذره. حالا حسین خیری میاد از این فاصله، انگار میخواد داخل محوطه رو هدف بگیره. حسین خیری که داور اشاره میکنه باید عقب‌تر بیاد و بره برای پرتاب. 0-0 مساوی. 64 دقیقه تموم شد، رفتیم تو دقیقه 65. از همین الان 25 دقیقه زمان داریم بدون اوقات تلف شده برای نیمه دوم. این بار کوتاه حسین خیری با خرم الحسینی. سانت حسین خیری خوب نیست، میرسه به بازیکن تیم دریای کاسپیان. انبساطی، حقشناس خوب میاد توپو میگیره. حقشناس تعادلش هم بدجایی به هم میخوره. رو به عقب کار میکنن با محسن زاده، زیر توپ میزنن در آسمان تیم دریای بابل. ضربه سر اول و بازیکن داماش میزنن. حالا رضا زاهد تبار سمت راست. رضا زاهد این بار کوتاه، باز هم نمیرسه. آزاد بدون اشتباه توپو رسون به حسین خیری. مشتاق بیژن او رو پرس میکنن. مشتاق بیژن دو تا بازیکن از دو سمت، زودتر باید تصمیم بگیره مشتاق بیژن. توجه به اینکه خیلی توپ به اون میرسه به عنوان یه مدافع میانی. امید پورغنبری هم فرا خونده میشه به نیمکت. احتمالاً تعویض خواهد شد تا دقایق دیگه با یه بازیکن از داخل زمین. آقاجانی ضربه سر اول. بیژن اوه 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 خیلی بد سر تو سر شد مشتاق بیژن با یار حریف. کادر پزشکی ما هم نمیرسه. حالا میان بالا سر مشتاق بیژن. هر دو تا بازیکن بد هد تو هد شدن. یه بار دیگه من نتایج همزمان رو بگم. دیگه بازی اینقدر کمجونه، ما دیالوگ کم میاریم برای غالب گزارش. خوشتله 2-1 جلو بود تو آستارایی که به دلیل مشکلات ورزشگاه اردبیل اومد خود آستارا بازی کرد. آستارا رفت و برگشت یه جوری میزبان محسوب میشد. خیلی جالبه. اسم رسمیش تیم خوشتله ساوه است. تهران تمرین میکنه. امتیاز شماره اردبیل، بازیاش میاد تو گیلان انجام میشه. سازمان ملل فوتبال ایران یه جورایی میتونه لقب بگیره تیم خوشتله ساوه.
مثل سونگون یکیچ به شهر راز باخت. مثل سونگونی که داشت خوب کار میکرد ولی بعد از 3 پیروزی پیاپی 4 پیروزی پیاپی بالاخره باخت. یه گل هم خورد، اونم هفته اول بود. تیم یوسف بخشیزاده. سایپا هم 2-0 استقلال ملاثانی بود که 4 تا کلین شیت داشتن اینجا علیرضا و نشون میده واقعا لیگ جونداریه و متاسفانه داماش اون تیمی که باید باشه نیست. یه جورایی مداوا بر روی میلاد ابطحی و مشتاق بیژن داره انجام میشه. هر دو تا بازیکن میخوان برگردن، خدا رو شکر مشکل خاصی رو ندارن. خرم‌الحسینی هر دو تیم فعلا 10 نفره هستن. خرم‌الحسینی توپش توسط صابری پور بلوکه میشه و به بیرون میره. پرتاب توسط مشتاق بیژن قرار انجام میشه. بیژن بازم پرتابای بلند، نمیدونم چه اصراری داره مشتاق بیژن که پرتاب بلند انجام بده. حالا هم توپ میره، خدا رو شکر رفت بیرون. خودش هم جا موند یه لحظه. مشتاق بیژن تعویض رو هم خواهیم داشت. امید پورغنبری که خودش هم میدونست رضا پورمهدی که میخواد بیاد بیرون، سریع اومد جاشو به امید پورغنبری داد که از همین لحظه وارد زمین شد. یعنی 68مین دقیقه از زمان بازی. داورم بازی رو یه لحظه نگه داشته. خیبر گل دوم زد. چادرملو گل دوم رو میخوره از خیبری که یکی جلو بود مقابلش. بازی همچنان متوقف هست. داور فکر کنم تایمش به هم ریخته، نمیدونم حالا چه اتفاقی هست. همه دارن ساعتاشون رو چک میکنن. یکی انگار بیرون نمیره، نمیدونم چی است. بیژن پورغنبری بازم نمیتونیم ضربه سر رو بزنیم. مشتاق بیژنی که کلا پرتاب رو به جلو میندازه. مشتاق بیژن، سعید طالبی بازم ضربه سر رو تیم حریف میزنه. خیلی تو مخی شده این اتفاق. بازم پرتاب. جالب جاست اونا هم خودشون هده میزنن، خودشون هم تو میدن تو پرتاب. اینش دیگه اصلا عجیب و غریبه واقعا. حسین خیری دوباره اومد برای پرتاب بلند میفرستیم، هدو نمیزنیم، تو به گلر حریف تاثیر میذاره. خرم‌الحسینی رویایی دروازه رو هدف گرفت و خیلی راحت محسن زاده تو جمع میکنه. یه مقدار ارتفاع داشت، میتونست خطرناک باشه اما اون ارتفاع رو نداشت. ضربه محمد خرم‌الحسینی. آزاد جعفرزاده خیلی راحت یه پرتاب رو هدیه میکنه تیم حریف. تا بیاد پرتاب رو انجام بده بازیکن تیم دریای بابل. یه مقدار زمان میگیره. آزاد جعفرزاده درگیر است بازیکن تیم دریای بابل. خطا هم گرفت، میکاره برای همتیمی خودش، میره بالاتر. آزاد و حسین خیری میخواد بازی رو به جریان بندازه. بلند میفرسته. بازم تاثیر اول رو بازیکن تیم دریای بابل میزنه ولی تو پارت 2 میرسه به ما. حالا نفوذ رضا زاهد تبار، یه کورنر رو نگرفت، خود دوباره توپ به خودش، هنوز تو زمین بازی تو باقی مونده. زیر توپ میزنن بازیکن تیم دریای بابل. حسین خیری سریع با انبساطی کار میکنه. خرم‌الحسینی بچرخه، یه بازیکن پرسش کرده، خطا به درستی اعلام میشه توسط ناصر جنگی داور این دیدار. داماش 2 تعویض رو داشته، حقشناس و امید پورغنبری به جای سعید دلاور و رضا پورمهدی وارد زمین شدن. اینم پاس مشتاق بیژن برای مصطفی آقاجانی که تو به بیرون رفت و پرتاب به سود تیم دریای بابل هستش. معین قربانی که کلا متأخر کاراش انجام میده. حالا پرتاب ضربه سر اول رو و دوم و ضربه سوم رفتن تو فاز ضد حمله. شانس آوردیم تو یه پله شد، هنوز موقعیت هست. بازم بازیکن داماش
درگیر هستن بر سر مالکیت توپ میاد عقب‌تر و موقعیت یه جورایی دست رفت. حالا به مثلثی که شکل گرفته تعدادشو کمه. حقشناس ضربه سر رو خوب آورد بیرون حالته. رضا زاهد رفتیم تو ضد حمله. خود رضا زاهد تبار کم تعدادن داماژی ها. امید پورقنبری، انبساطی، خرم الحسینی. ببینیم مصطفی آقاجانی در سمت چپ دیر استارت زد. مصطفی آقاجانی، محسن زاده هم میاد از دروازه بیرون، توپو به آسمان میکوبه، پرتاب اوت باز هم به سوی تیم داماش است. مصطفی آقاجانی این بار دیگه حسین خیری نمیاد که پرتاب بلند انجام میشه، خودش هم کوتاه با مشتاق بیژن کار میکنه. بیژن، خرم الحسینی یه چرخ زد عقب‌تر با حسین خیری، خودش بین بازیکنان حریف توپ یه لحظه از پاش جدا میشه، تو میگیره، تعادلش به هم خورده، پاس رو به جلوی او برای سعید طالبی. آقاجانی سانت خوب، رضا زاهد تبار نتونه ضربه سر رو بزنه. باز هم خرم الحسینی، چرا رو به عقب بازی میکنه این تیم داماش. بیژن، جعفرزاده، دوباره بیژن، یه پاس رو به جلو، این بار رسید مصطفی آقاجانی، آفساید هم نیست، ارسال داخل محوطه جریمه. یه بازیکن که حقشناس هست، وای چه موقعیتی از دست رفت، شکم سیری طور ترین حالت ممکن به توپ ضربه زدی حقشناس. خیلی بد به توپ ضربه زد حقشناس. جالب اینجاست نیمکت اونا چه نفسی باید بالا آورد، یعنی کامل میتونستیم توپ بره تو گل. آزاد جعفرزاده ضربه سر اولو زد، رسیدم خدا رو شکر بالاخره ما یه هد زدیم رسید به یار خودمون. حقشناس خودش دوباره از سمت راست جلو میاد، باز هم رضا زاهد اونها رو اتوبان کرد ولی نتونست کاری کنه تا اینجا رضا زاهد. آزاد جعفرزاده، خیری، بیژن میاد بالای مشتاق بیژن، طالبی حرکت در عرض و انبساطی عقب‌تر، پاس داخل محوطه، حقشناس پنالتی. بله پنالتی دوم، خیلی پنالتی بود، خیلی پنالتی بود. آقا یکی پنالتی گل کنه برای ما. وای آقا این پنالتی گل نشه دیگه تمومه، اصلا بازی گذاشت دیگه تموم شه. دومین پنالتی برای داماش، پاس عالی انبساطی، فوق‌العاده است این انبساطی واقعا. امید پورقنبری توپو گرفته. وای اگه این توپ گل نشه. هفتاد و 4 دقیقه داماش ضربه پنالتی رو باز هم به دست آورده، دومین پنالتی داماش. چه پاسی دادی انبساطی، چه فراری کرد حقشناس. سعید طالبی هم هوادارا تشویق میکنن، نمیدونم کی بخواد پنالتی رو بزنه. تحت تاثیر هوادارا باشن باید سعید طالبی بزنه که حالا اومده پیش افشین چاوشی که سعید طالبی داره میره برای زدن پنالتی. سیامک علیزاده باشه معمولا اون پنالتی اولو میزنه. 70 گل بود سیامک علیزاده. باید ببینیم سعید طالبی که الان میره پشت توپ یا امید پورقنبری، نمیدونم. هوادارا که سعید طالبی رو تشویق کردن، سعید طالبی جدا شد، نه امید پورقنبری میخواد ضربه پنالتی رو بزنه. چه استرسی، بازم گلرشون اومده اینجا. این حرکاتو فقط ما نمیذاریم تو ضربات پنالتی. امید پورقنبری دومین گل فصل تیم داماش. یه گل زدیم اونم حسین خیری زده، ببینیم گل میزنیم یا نه بالاخره. اوه چه استرسی داره علیرضا، چه استرسی داره علیرضا. امید پورقنبری پشت ضربه پنالتی قرار گرفته. رفتیم تو دقیقه فکر کنم 76 دقیقه. داماش تو این 14 دقیقه میتونه یکی جلو بیفته یا نه. پنالتی اعلام شده، دومین پنالتی. امید پورقنبری مسافه تک به تک با علی محسن زاده از دریای بابل دروازه‌بان این تیم. کمک اومده روی خط قرار گرفته.
کمک داورم رفته یه کارت زرد رو به معین قربانی داده. ما اینجا 1-0 رو روی اسکوربورد ثبت کردیم که فقط بزنیم که نمایش داده بشه. واه آقا یکی الان باید بیاد گزارش کنه، من واقعا نمیتونم. علی ازت خواهش میکنم که خونسردی تو حفظ کنی. آقا مسعود پورمحمد میشه نگی چه فشاری داره و تحمل میکنه مسعود پورمحمد بنده خدا تو دروازه ایست قلبی نکنه. اون بریم برای گل اول. امید پورقنبری بزن دیگه سوته‌های ناصر جنگی. شلوار پلنگی من. امید پورقنبری سود توی دروازه. گل دوم داماش تو این فصل، گل اول این بازی. امید پورقنبری اومد تو رنگت کیو داره بغل میکنه. بابا گل خواستین دیگه، بزنید دیگه، بالاخره قفطورش باز شد. بابا داماش مستحق کمترین نتیجه است این یکیش. باید بری برای گل دوم سوم. امید پورقنبری گل زد بالاخره برای داماش. آرمین انبساطی بود که این پاسو ساخت، فرار حقشناس، پنالتی و گل اول برای داماش. 78 دقیقه 1-0 داماش پیش هست. چه فشاری اومد به داماش. اوه آقا کوه جا به جا شد واقعا این وسط. بالاخره اومد روی اسکوربورد ما. هوادارهای داماشی که بالاخره سر از پا نمیشناسن. هیچ اتفاقی نمیتونه تو زندگی تک تک ماهایی که عاشق داماشیم این حجم استرس رو برای ما برمقام میاره واقعا بدون اغراق. یه فلش دور و همینطور امید پورقنبری حقشناس رو به جلو. واقعا اصلا نتایج در خور داماش و سیامک فرانی نبوده تا اینجا، هرچند وقت زیادی باقی است. 79 دقیقه داماش 1 دریای بابل 0. یه نفوذ معین قربانی توپو گرفته داماش. امید پورقنبری قدرت بدنی خوبی داره. چطور خطا نگه. یار شماره 11 یعنی مهدی ایزدی به ترکیب اضافه شد. قربانی، امید منصوری کوتاه. چه پاس بدی داد. خدا رو شکر میلاد ابطحی پرتاب به سوی داماش. حالا داماش میتونه بیاد بالا، باید بره برای گل دوم. ما تفاضل گلمون فاجعه وار هستش یه جورایی. چهار گل دریافت کردیم، الان -2 تو همین شروع رقابت ها. پرتاب باز هم بلند مشتاق بیژن. امید منصوری زیر توپ میزنن بازیکن تیم دریای بابل. حسین خیری رسوندن به مشتاق بیژن، با سر نرسید به خرم الحسینی. حالا داره میاد زد به مصطفی آقاجانی. ابوالفضل آذرنوشان. نباید به این نتیجه قانع باشیم. دریای بابل میتونه خطرناک باشه. با این پیروزی مقابل پاس جنوبی چیکار میکنه؟ سعید طالبی میره تک تک بشه، رو دستش داره سعید طالبی، پاسش رسید به زاید تبار. نه چیکار کرد سعید طالبی؟ لازم منم جا موندم. آفساید گرفت. چی شده اصلا؟ پاسش هم یه تیکه فکر کنم رفت بیرون. بله چیکار کرد؟ یکا شوت میزد با پای چپ سعید طالبی. قنبری بچه قربانی، یه تکل ناموفق از سعید طالبی که خطا رو انجام میده رو معین قربانی. یه لحظه به هم ریختگی ایجاد شد. سعید طالبی که معمولا قدر این موقعیت ها رو میدونست ناموفق بود. حالا ابوالفضل آذرنوشان ارسال خوب نیست. ضربه سر اول رو ما زدیم. انبساطی پشت وقتی جریمه آزاد. حالا رامین رضا زاید تبار رو بیایم بالا. رضا زاید تبار، امید پورقنبری نفوذ. گلر هم کشته جلو، توپ بود میتونست از همونجا بزنه تو دروازه. امید پورقنبری
تو میبره به اون کنارا. از این راحت‌تر دیگه نمیشه لو داد. امبساتی چقدر خوبه این آرمین امبساتی واقعا. لو تو بشم لورم جهنم ولی واقعا خوبه این آرمین امبساتی. خرم الحسینی میومد از پشت سر تو بگیره. ابوالفضل آذرنوشان تعویض هم در راه است. علی مصطفی و این یکی اصلا شماره داره. شورت ورزشی های داماشو با ببینیم کیه خداییش. 13 مثل این که مشتاق بیژن. اوه آقاجانی پرتاب به سود تیم. پرتاب و خطا چی از کمک و داورم بنده خدا از این هدست های بیسیم هم ندارن. چطوری چی هست توی مملکت چی هست واقعا از نظر تکنولوژیک. بکنم مهدی رستمی رو میخواد به ترکیب اضافه کنه. آقاجانی که روی زمین افتاده فکر کنم اشاره میکنه که با تعویض بشه مصطفی آقاجانی. حسین خیری همچین چیزی رو داره میگه. آقاجانی بلند میشه و آرام آرام میاد از زمین بیرون. بیژن میاد داره پرتاب اوت. هنوز تعویض ها هم انجام نشده. حالا داور اشاره میکنه که اول تعویض انجام بشه. رضا زاهدتبار رو محمد خرم الحسینی از زمین بازی خارج خواهند شد. مهدی رستمی بازیکن تازه وارد تیم داماش گیلان و علی مصطفی به زمین بازی میان. خرم الحسینی خوب بازی کرد منهای اون پنالتی که خراب کرد. پرتلاش و جنگنده بازی کرد سید محمد خرم الحسینی با تشویق هواداران تیم داماش از زمین بازی خارج میشه. اینم رضا زاهدتباری که واقعا خوب بازی کرد. خیلی نفوذهای پرفشاری انجام داد در سمت راست. علی مصطفی و رستمی یه ذره تعویضا بوی تدافعی میاد برای داماش. در سر اول رو بازیکن حریف میزنن ولی به بیرون رفت. بازم مشتاق بیژن پرتاب او امید پورغنبری رسید به سعید طالبی. سعید طالبی میچرخه یه پاس داخل محوطه. علی مصطفی چند قدمی جلوتر بود میتونست برسه. حالا حقشناس به اون نزدیک میشه. علی مصطفی حقشناس حرکت او به سمت خط کرنر سمت راست. تعادلش هم به هم خورده. هنوز تو داخل زمین هست. رفت بیرون و کرنر به سوی تیم داماش اعلام میشه و حقشناسی که یه پنالتی گرفت برای داماش. تعویض ها خداییش خوب جواب داد امروز. اینم آتش بازی هواداران تیم داماژی. چند تا فش بشه یا ترکوندن ما نتونستیم سر هر دو رو پای مخالفن. بازم علی مصطفی نزدیک میشه. آقا یه فکری باید به حال این شماره پیرهن‌های داماشیا کرد. 4 تا بازیکن از داماش که یکیش مسعود پور محمده یه جورایی تو زمین ما موندن. داماشی یکی جلوه نیازم نیست. مشتاق بیژن یه ذره فاصله بود تا بتونه هدو بزنه اما بازیکن دریای بابل چه عصبی مشتاق بیژن. آزاد میگه دست نزن اصلا توپو. مشتاق بیژن امید پورغنبری استوپ او داخل محوطه. امید پورغنبری میره برای دابل کردن. ضربه شروع مجدد. یه لحظه داشت غفلت مدافعین حریف استفاده میکرد. حالا تنها بازی بدون گل خود ما نیستیم. نفت و گاز گچساران و آریو اسلام شهر که تا دقیقه 33 مساوی هستن 0-0. دریای بابل جلو میاد. اینجا بود برای پاس.
بازیکن تیم دریای بابل از سمت چپ دارن نفوذی رو انجام میدن. آخرین تعویض داماش هم در راه است. آقا من شماره رو نمیبینم. پشت محوطه جریمه مشتاق بیژن، تو سر توپ خوب مشتاق بیژن. سعید طالبی سمت چپ با مصطفی آقاجانی کار میکنه. آقاجانی رو به جلو، تا کجا جلو اومده؟ علی محسن زاده یه لحظه تعادلش به هم خورد، با دست بگیر توپو. علی محسن زاده نه، چیکار میکنه علی محسن زاده؟ تکل بی‌محابا امید پورقنبری. سریع هم بازی رو آغاز میکنن. زاویه دوربین هم خوب نیست چون من کنار دوربین نشستم، نمیتونم پشت پای قرار بگیرم. ببخشید تا علیرضا برگرده. حالا ارسال داخل محوطه جریمه. دقیقه تمام هست. من وقت اضافه رو ندیدم. برای نیمه دوم چقدر محاسبه شده؟ 20 ثانیه از 90 دقیقه هم سپری شده. یه ارسال بین راه حقشناس رو رد میکنه. حالا بگیرن توپو برن تو فاز ضد حمله. انبساطی شو زد، بدم زد. چه فشاری میارن هوادارهای تیم داماش گیلان. یه بازیکنم قرمز گرفت. یه درگیری هم دارن بازیکنان دو تیم با هم دیگه. تعویض دیگری در راه هست. همه نیمکت داماشیان بلند شدن. آرمان لطف خدا. آرمان لطف خدا هستش که به زمین بازی خواهد آمد. یه بازیکن از داماش روی زمین نشسته. شماره ها هم نداریم بابا. این چی؟ یه بازیکن انگار اخراج شده علیرضا، من نمیدونم چون هوادارا فشار عجیبی دارن به داور میارن. اون آرمین انبساطی که الان نشست رو برانکارد. بازیکن ما مسئول شده ضربه اونا گرفته شده. ضربه خطا هم نزدیکی‌های محوطه جریمه هولوش 30 متر فاصله هست با خط دروازه مسعود پور محمد. تعویض آخر داماشی‌ها کاپیتان سعید طالبی از زمین بازی خارج خواهد شد و آرمان لطف خدا یار شماره 55 از داماش به زمین بازی خواهد آمد. الان وارد زمین شد آرمان لطف خدا. سعید طالبی هم با تشویق هواداران تیم داماش به ترکیب سیامک فرانی اضافه شده. من وقت اضافه هم ندیدم چقدر هست. به هر ترتیب آقا ما اخراجی داریم. من گفتم یه بازیکن از داماش اخراج شد، نفهمیدیم کدوم بازیکن از داماش اخراج شده. یا هوادارا متوجه شدن به ما بگن، یا بچهای استودیوی وارش اسپورت میدونن به ما بگن. ضربه از راه دور خورد تو صورت یکی از بازیکنان داماش از راه دور تو با اختلاف زیاد از بالای دروازه مسعود پور محمد به آسمان کوبیده میشه. داورم یه کارت زرد به مسعود پور محمد میده. نباید دیگه اینقدر اعتراض کنن. داور ممکنه دوباره یه ذره داره کنترل بازی از دست داور خارج میشه. یه بازیکن از داماش اخراج شد. آره تو هیچ سایتی هم نیومده. یکی از بچه‌هام زحمت کشید میگه گل بازی رو من کات کردم و تصویر براتون فرستادم تو تلگرام. ممنون از فرام عزیز. حالا بازی آغاز شده. باز هم بازیکن تیم دریای بابل پشت سر میاد تو میزنه. فکر کنم خود آرمین انبساطی اخراج شد متاسفانه. انبساطی اخراج شده. بله آرمین انبساطی که نیازش هم داشتیم. چقدر داریم محروم میدیم ما تو این چند هفته. بازیکن تیم دریای بابل دارن بالا میکشن. وقتی خوبی هم دارم فکر کنم حداقل 2-3 دقیقه میتونم فشار بیارم به داماش 10 نفره ما. به بیرون رفت و پرتاب اوت به سوی تیم دریای بابل هست. توپو رها میکنه تا
بازیکن دیگری بیاد پرتاب بلند رو انجام بده. سرزن‌های داماش همه عقب کشیدن. داماش 10 نفره با اخراج آرمین میساتی که فوق‌العاده بود امروز. بازی بعدم مقابل آستارا ما نداریمش. داخل محوطه ضربه سر اول گل تساوی. گفتم داماش نباید قانع بشه به همین یک گل. بازم روی ضعف توپ‌های هوایی ما زدن سر تو محوطه خودی هم نتونستیم ضربه سر رو بزنیم و داماشی که دیگه وقتی رو نداره برای جبران. وقت اضافه زیادی برای نیمه دوم گرفته شد و یه اخراجی هم دادیم تو روزی که یه پنالتی هم خراب کردیم از 2 تا پنالتی و متاسفانه داماشی که انگار طلسم شده برای پیروزی و آب سردی بود بر پیکره هوادار و تیم داماش. این گل تساوی و این هم سوت پایان بازی. همون موقعیت کار دست تیم داماش. چه خوشحالی میکنه بازیکن تیم دریای بابل. امید منصوری هست که قشنگ داره تحریک میکنه همه هواداران و بازیکنان تیم داماش رو. داماشی که 90 دقیقه فشار آورد. دریای بابلی که 90 دقیقه تو لاک دفاعی بود. یه توپ رو دروازه ما نیاوردن، یه حمله نکردن، یه تک موقعیت دو گل ما زدن. دیگه بدتر از این نمیتونست باشه. تک موقعیت رو گل کردن و مساوی کردن. رش باید هم اینطوری خوشحال باشن تیمی که 90 دقیقه از باکس خودش نمی اومد بیرون. اینطور مساوی گرفتن تورش باید هم خوشحالی داشته باشه. ما باید خودمون باج ندیم به همچین حریفایی و این هم صدای هواداران داماش که اعتراض رو کاملا دیگه واقعا اعتراض هواداران به جا هستش نسبت به عملکرد تیم داماش. مسعود پورمحمدی که هنوز روی زمین نشسته و جالب خود سیامک فرانی داره تیمو میبره به سمت هواداران. خوبیش اینه که روز تشویق میریم به سمت هوادار. این بازی هم باید اینطور برم به سمت هوادار و الان همیشه تشویق نیست. روز شکست و تساوی ناامید کننده باید مقابل هوادار سرافکنده و شرمنده باشن. این دیگه بدیهی هستش. این باید بشنوید یه جورای بازیکن بی غیرت نمیخوایم شعاری هستش که الان هوادارهای داماش دارن میدن. هوادارهای ناراحت و معترض. آقا خداییش 90 دقیقه تشویق ما که صدامون گرفت داشتیم گزارش میکردیم. وای بار هواداری که 90 دقیقه تشویق میکنه سرپا با کلی مشکلات. یعنی کمترین حق این هوادار تو این مشکلات. ما اصلا هیچی، اصلا ما میایم برای گزارش وظیفه‌مونه اصلا باش. این هم شعارهایی که علی ناصر زحمتکش مالک تیم داماش داده میشه. شعارهایی که علی مالکیت باشگاه داده میشه. تو بتونی بیرون بری و خورده سمت راست برای که صدا هم بهتره. گوشی تو اگه تو
همونجا رو آره میکروفون میشه دور کرده فکر شعاری هم باشه ما اعلام میکنیم ولی خب آره آنچنان نمیشه متاسفانه پوشش داد تا اینکه فاصله ما دور هست و میکروفون ما نمیگیره صدا رو از این فاصله. هوادارایی هم که دارن اونجا الان با سیامک فرهانی صحبت میکنن، سعید طالبی هم چسبیده به فنس. حرفی اصلا برای گفتن نیست. من سالیان زیادی و شما همه هواداره داماش کنار تیم بودین، مشکلات زیادی رو سپری کردیم از انحلال تا این حجم از بد نتیجه گرفتم. واقعا 5 هفته بدون پیروزی، 3 بازی داخل خونه، دیگه رفتیم تو 6مین هفته و هفته آینده تو آستارا بازی داریم. تیمایی رو نبردیم که باید میبردیم و چهارشنبه البته بیشتر در این مورد صحبت کنیم. آره ما چهارشنبه تو وارشتاک حرف میزنیم. الان بس آپدیت نکردیم واقعا. این شعارهایی که دیگه دارن میدن هوادارهای داماش علیه بازیکن‌ها. آره اصلا یه جوری حال ما بد شد. اصلا صحبتی نمیمونه. من همینجا خداحافظی میکنم و دیگه هم چیزی برای گفتن نیست. علیرضا بعد آره من میکروفون در اختیار علیرضا مؤید قرار میدم تا دیدار بعدی. خدا نگهدار. دوربین رو یه ذره کنترل کن بی زحمت، صحنه رو بگیر. تصویر خودم هم کوچیک کنم بیارم. بگیری صحنه ها رو ممنون میشم. آره. نه اون وقت خبر سعیم. آره. بازیکنام دارم میان. من سعی می‌کنم بازیکن چون این سمت مطمئن هوادارا میبینم چند تا کامنت های هوادارا رو اگه بتونم بخونم با این وضعیت اینترنت عالی میشه. میگم که بازیکنان داماش هستن دارن اینور میان از اینجا و هوادارا ولی 578 نفر با توجه به اینکه چند جای دیگه هم حالا داشتیم لایو میرفتیم توی اینستاگرام و نمیدونم آپارات و فلان و اینا، 579 نفر فقط توی یوتیوب ما رو دیدن و میگم ما همیشه از بد بازی کردن تیم دچار شرم نیابتی میشه واقعا. یه هوادارا بازیکن تیم داماشه که جونی برای رفتن به رختکن ندارن. تیمی که امروز نتونست تو خونه دریای بابل رو شکست بده. میدونید من چی میگم علی؟ میگم حالا همه تیم‌ها محترمن علی، خب ولی به هر حال تیمی مثل دریا، مثل استقلال ملاسانی، اینا تیمایی هستن که به هر حال یک سری مشکلات دارن دیگه، مشکلات مالکیتی، مالی، نمیدونم مشکلات مختلفی دارن. اگر ما واقعا این تیم‌ها رو توی شهر خودمون، توی زمین خودمون نمیتونیم ببریم، واقعا چه تیمی رو قراره ببریم؟ حالا صدای تو فکر نکنم خوب بیاد. اگه می‌خوای بیا این ور صندلی بیار. علیرضا ما باید قبول کنیم. ببینید لیگ کوران مسابقات داره. وقتی تو شرایطی که ما به تیم‌های غیر مدعی امتیاز میدیم، توی خونه امتیاز میدیم، ببین 3 بازی از 9 امتیاز ممکن ما فقط 2 امتیاز گرفتیم. ببین الان شاید مثلا تیم بیاد ادعا کنه آقا ما 5 هفته 6 هفته گذشته عزیز من ما بازی‌هایی رو داریم امتیاز میدیم. نه بعد حالا یه چیزی هم بگم، ببین اخراجی همیشه هست، مصدوم همیشه هست، چیزی نیست که واقعا. ببینید کادر فنی داماش، مالکیت داماش، بازیکن‌های داماش در کنار هم باید پاسخگوی عملکرد باشند، باید
بیان بگن آقا چیه که بشین تو خودت. آره چی شده که نمیشه یک تیم داره برمیگرده میره تو. آره سیامک فرانی هم که تازه داره میره تا الان پیش هوادارا بود. در حال سیامک فرانی هم یه جوری میخواد پاسخگو باشه نسبت به عملکرد خودش در قامت سرمربی. من حس خوبی نسبت تیم بازی نداشتیم دیگه علیرضا. ما دیگه من بعد صحنه گل گفتم ما اگه قراره ببریم باید ما انبساطی کارت زرد داشت. آمین انبساطی کارت زرد داشت. ما نیمه اول گفتیم که آقا خرم‌الحسینی ها انبساطی کارت زرد دارن، باید انبساطی زودتر تعویض میشد. همون اتفاق نمیدونم، واقعا نمیدونم چطور این موضوعات توسط کادر فنی پیش بینی نمیشه. خب ما خرم‌الحسینی رو کشیدیم بیرون، چرا انبساطی نباید میکشه؟ انبساطی که بهترین بازیکن زمین ما بود یه جورایی و بازیکنی که اخطار داره باید زود تعویض بشه دیگه. بابا این چیزهای بدیهی مشخصه. آخه تا کی ما حرف میزنیم میمونیم تو عالم رفاقت و معذوریت؟ قرار نیست دیگه این حجم. علی جان دیگه جان هر اتفاقی افتاد جمع شد و دیگه هم رفتن حالا هوادارا برنامه هستن، ما هم کم کم جمع کنیم بریم کنفرانس خبری هست نیست. بیادم واقعا میمونه که مثلا بریم کنفرانس خبری حالا چی می‌خوایم بگیم و چی می‌خوایم بشنویم. واقعا این خودش هم جای بحث داره واقعا. در ضمن حالا داخل پرانتز بگم که میکروفونمون هم پیدا نشد، یه میکروفون دیگه خریدیم موقت فعلا. دوستان تا دیداری دیگر و هفته آینده اگر تونستیم میریم واصله، نتونستیم یه جوری براتون بخش میکنیم. ما کارمون رو داریم میکنیم. مهر رو چه قشنگم هست با اون صحنه ماه. یه کاش دوربین زوم هم همراهم بود، لنز زوم هم که نیست. آره نه این لنز زوم نیست. لازم جمع کنیم بریم که به کنفرانسی بریم. آره جمع کنیم پنجره رو جا بزنیم بریم. اتفاقات کنار زمین رو بتونیم بگیریم. آره کامنت ها ببینیم، کامنتی اگه اومده باشه. تیم همدل نیست. آره صبحام میگه 100 تا کورنر میزنیم دریغ از ضربه سر. این هفته بهانه چیه؟ کامنت هایی که هوادارا گذاشتن این تیم یه شوکی چیزی میخواد. ما داماش امیدواریم. کامنت هایی که به هر حال دوستان گذاشتن. من دیگه صدا و تصویر رو قطع میکنم که ما هم جمع کنیم و بریم ببینیم تو کنفرانس خبری اگر برگزار بشه، نمیدونم برگزار بشه یا نه و اگر هم بشه تحت چه شرایطی باشه. اگر کنفرانس خبری به هر حال بود حتما ویدیوش رو منتشر خواهیم کرد. جا داره به هر حال به حق تبریک هم بگیم به تیم بابلی. به عنوان تیمی که خارج از خونه داشتن بازی می‌کردن به حداقل حقشون رسیدن. به هر حال اونام تقصیر ندارن، بازیشون رو کردن، به امتیاز رسیدن. آره دیگه حالا مثلا حالا خوشحالی هم شده، حرکت اخلاقی نیست، من نمیپسندم. آره ولی خب دیگه به هر حال اونام تحت فشار بودن و اتفاقات هیجانی هست. مساوی علاوه بر اونها نتیجه خوبی. آره مساوی تو فشاری که به دوستان بابلی برای تبریک. ممنونم از همه که همراه ما بودید. همین قطع کنیم بریم. آره فعلا خداحافظ.